دوملوزیو واقعه اون شب شرفتان رو پس کرد میدونم اما چی؟ کار شده شد برگرداندن نمیتوانه متاسفانه. دوملوزیو از من چی میخواهید؟ من شما رو زور زنم؟ تنها مرا دوست داشتنت رو شنیدن میخواهم. شما رو التجا میکنم لطفا مرا شرمنده نکنید. خانم گوش کنید این خیلی نکنید. با من مانند آدم بی انصاف رفتار نکنید. شما بسیار شخص بی وجدان هستید. من بی وجدان کرده ایستادم من؟ بله آخر طاقتم تاق شده عذاب کشیده ایستادم. درست زهرا با آتش در داخلم بوده داد زده تو رو دوست میدارم گفتن میخواهم اما داد زدن نمیتوانم چون که برای داد زدن نفس کشیدنم لازم است. من باشم هنگامی به چشمان تو نظر کردن نفس کشیدن نمیتوانم. به چشمانم نگاه کردن نگفته ایستاده درونم میسوزه. عذاب کشیدنم رو دیده اینقدر آرام ایستاده میتوانید. قلبم میسوزه. چه خیلی اینقدر بهیل شده میتوانید؟ من مگر عذاب نمیکشم قلبم میسوزه. این کاری کردتان بسیار ظالمیه. بس هستی؟ در اصل شما بس کنید. باز همون گپ‌ها را تکرار میکنی. نکرده ایستادم. بله عیناً همون کار را نکرده ایستادم گفتم. کرده ایستاده ای. چی کار کرده ایستادم؟ من چی کار؟ مایلش از شما خلاص میشم. مایلش راحت کردید از من خلاص میشوید. زهرا چرا گریه داری؟ تو دوملوزیا چرا نبیرم را میگیریانی؟ شنیده هایم راست است؟ در حقیقت شما جدا شدید؟ کنی جواب دهد شنیده هایم راست است؟ در اینجا چیگه باشد؟ فرزندایم از شما پرسیده ایستادم شنیده هایم راست است جدا شدید؟ آی اینها جدا شدن با خدا جدا شدن. شما نمیشنوید؟ زودتر به من جواب دید جدا شدید؟ داماد به من جواب دید جدا شدید؟ دیوانه نکنید جواب دید حقیقتا جدا شدید. پدر جان خودتان رو غمگین نکنید. اینها انسان‌های جوانند، یعنی امروز جنگ میکنند سحر باز آشتی میشوند. چی خیلی جدا شوی؟ اخ دوملوزیا این اصولی نوی عشق است نفهمیدم نگو. سفسطه نگو فروخ، آخرین کاری شوخی است. آنها فاتحه شدن چه خیلی جدا شوی؟ راحت بذارید آنها را، خودشان عاقبت آشتی میشوند. تو بسیار میدونی فروخ؟ بابا جان تنها شما آنها رو آشتی کرده میتوانید التماس جدا نشوند. بس همتان خب کنید.
حالا نوبت گپزنی از آنهاست. بله داملوزیا، اکنون تو را گوش دارم. یا خدایا، حالا اگر بگویم که جدا شدیم از هوش رفته میمونم. آقا اگر راستش را شنیدن خوبه. بابا جان ما با زیا کمی جنگ کردیم. چرا جنگ کردید؟ آقا تو دیوانه هستی؟ چرا تیریزه رو شکستی؟ برای به تو رسیدن تیریزه یک طرف ایستاد، دروازه روحانی رو کچله میکنم. سیلین جان. سیلین جان؟ تو چی سفته گفته ایستاده ای؟ از این بعد من تو همین خیلی مناسبت میکنم. سیلین جان، مناسبت در بینمون بوده رو من از یک طرف میکنیم و تو میتوانی مرا لیاگویی. لوین تو چی گفته ایستاده ای؟ مگر باز بیمار نشده باشی؟ از اینجا رفت؟ سیلین جان، حالا شرم داشتنتان بس و طبیعی عشقی که نسبتی من داره در حال اعتراف کنید. نمیگویم باور میکنید من هم حالا بسیار شرم کرده ایستادم، اما محبتی که نسبت شما دارم این شرم رو پنهان میکنم. لوین حاضر از همین خونه همه چی رو گرفتم و سر رویت پرتافتم محبت میکنم، فهمیدی؟ انا عشق آخر انسان ها رو به همین خیل حالت ها گرفتار میکند. چقدر عاشقانه مینمایی. لوین تو بیمار هستی ها؟ تو چی سفته گفته ایستاده ای؟ از من چی میخوایی؟ چی میخواهم؟ عشق نسبتی من داشته‌تان را میخوام که آشکار اعتراف کنید. کمتر جسور بودنتان را، چه دونم حسیاتتان را با یک شکل آشکار گفتنتان را میخوام. برای حسیاتم را آشکار کردن این داد زدنم لازم میآید. عزیزی من، تو رو دوست میدارم، گفتم داد زدن میخوام. ای سیلین جان، داد زدن لازم نیست، فقط مردک بار یک بار بگو که لوین من تو را دوست میدارم. لوین جانشم برای شما قربان میگم. تا این داد نزنم حسیاتم را آشکار کردن نمیتونم. این داد چه خیلی داد؟ این چقدر ناز میکنید؟ ای خانم سلیم، شما ما رو با اینجا دعوت میکنید لوین بیا گپ زنید. بعد از آن باشد از بالا ایستاده با من ناز و کرشمه میکنید. این خیلی نمیشود آخر. چی؟ من تو رو با اینجا دعوت کردم؟ بله، شما با من مکتوب نوشتید. چه مکتوب؟ مکتوب عاشقی. چرا جنگ کردید میگویم؟ آقا من میدونه تو اویلدار شدنمون در اینجا زندگی نکردنم رو در محله اجاره گرفتنم رو گفتم. زوران زید برآمد. از همین سبب جنگ های اولین یعنی از همین سبب؟ بله، یعنی چرا با خونه ما نمیگذاری و اینجا میستی؟ من باشم گفتم تا اویلدار شدنمون در اجاره در محله میگرفتگی هم میستم. البته که مناقشه سر زد. سبب در همین است؟ یعنی همین قدر؟ بله. من بعضی ها کمی فشار آوردم. عذر میپرسم. مایلش مهم نیست، اما برای به محله کشیدنم زید نمیبره. مایلش کشیدن اید شما؟ انا بین باز زید برامدیم. ها کشیدن یعنی؟ بس است اکنون دیگر جنگ نکنید. از برای گپای بیهوده جنجال میکنید ها؟ سمی جان، ما رو در این شبی بیدار کردن، هیچ چیز رو نمیفهمم. اینجا چه دارد؟ چرا در اینجا موندن نمیخواد آخر؟ جدا شدن داخل از همین سبب. آفرین فرزندانم، به خدا در حقیقت به هر جهتون آفرین. از فاتحه کردهتون چند روز گذشته؟ 2 روز. بخشش بابا جان، اصلا مسئله کوچک است، اما من چون جنجال کردم کلون شد. داماد تا توی به هیچ کجا نمیروی، در اینجا با ما میمانی. آقا بسیار هم خوب فکر کرده دو. یعنی من هیچ نباشد تا اویلدار شدنم از محله اجاره گرفته اونجا زندگی کردن میخواه. مایلش خیر مدامی قدر میخواهی خودت میدونی. از ما نرنجید، ببخشید که ما شما رو در نصف شب ناراحت کردیم. استغفرالله پسرم، هیچ گپ نیست. مناسبت شما ویران نشود دیگرش اهمیت ندارد. شما خاطر نشوید بابا جان، الان ما مشکلی ها رو حل کردیم. خوب آقا اکنون با من اجازه دهید من روم. از این دو مولا ترسیدن لازم ها؟ بین چه خیلی زود از مشکلی بیرون شد. این آدم چی مقصد دارد؟ چرا ترک میکنن؟ یک مسئله خورده که اینقدر کلام کردید از پاشا فیلم سوزانه ای بیا رویم.
خوب رفتیم. خب بای خوش. یک دقیقه استم خیلی مایلش ببینید پدر جان. لوین گوش کن، اون مکتوب در حقیقت برای تو نبود. بسیار خطای کلان شده است، فهمیدی؟ نه عزیزم، یه در پیش چشم برای دیدنم این مکتوب را پرت افتید. عیناً مثل کینه رمانتیکی. لوین رمانگویی رو بحث کن. اون مکتوب برای تو نبود، نمیفهمی؟ یک دقیقه، شما حال هم با من ناز کرده ایستاده. شما از من شرم کرده ایستاده. شرم. مثل کینه هندی استی لوین خان. مرا گوش کن، حالا با تو چونان ناز رو نشان میدهم که عقلت رو گم میکنی، میفهمی؟ سلن ترام بسیار خناز نکن. به فروید بیار و پارو گپ بزنه. مکتوب می نویسی با قفا میگردی. ای حالا هم میگوید که گپ زنیم. این آدم انیق دیوانه است. به خدا که تو دیوانه هستی. یک دقیقه با من نگر. اگر حالا نروی بکه اونا اصلا میزنم. بکه اونا؟ بله، زنگ زده ایستادم. تمام اینم میرم. دخشم دیوانه. دخشم کن. نازش را کرده ایستاده است. خیلی دختر ناز دارد. چونانه که میگن که دختر به ناز نمیشوه، آش به کرچکه و سازی. آخر دختر شرم میکنه. اونم ما را دوست میدارن، نکی خیلی عاشق بدنش بیان کرده نمیتونه. بچه لوین اندک بندک نید. تلیو. دامولا از شما بسیار ممنون دارم. همه شاید نواقص کردن بسیار زیباست. اگر در مسئله به محل کشیدنتان اصرار نمیکردید باز هم خوبتر میشد. خانم زهرا، شما چی ها گفته ایستاده؟ درستی عقلم رو گم میکنم. یک بار دیگر از پشت شما با دروغ گفتن مجبور شدم. این را برای شما نه، برای بابایتان کردم. فهمیدید ها؟ و من خیلی نگاه نکنید. از این پس برای شما یگان کار نمیکنم. بس است. ما آخر آشتی شده بودیم. گوش کنید خانم، رفته همش رو با بابایتون فهمانید. حقیقت را شما فهمد همش خوب می شود. شبتان خوش. رفته همش رو با بابایت فهمانده است. گویا آسان است. یک خوبی کردی و فرصت که یافتی در پرویم میکشی. چقدر آدم یک روستن؟ خیلی سمانوی. مادر جان، حالا اینها آشتی شدند ها؟ نه رفتارشون با من معقول نشد. انیق اینها جدا شدند. آخر میلشو در این خیل مناسبت ها بحث های خود نمیشود. ای ملیس، تو چه گفته ایستاده؟ این هیچ بحث خود نبود. آخر چه؟ به نزدیک دومولوزی و فاتحه رو رد کند هیچ حیران نمیشود. دومولوزی را هیچ کسی خیلی با آسانی پرتفتن نمیتواند، حتی زهرا هم. فرو، تو باز چه گفته ایستاده؟ از برای خدا. زهرا این مناسبت رو دیگر این خیل دوام دادن نمیتواند، طاقت کردن نمیتواند. آنها یکدیگرشان را دوست می‌دارند. فرو، از برای خدا چه گفتن از رو میدونی ها؟ به خیرت شما در ایسا چی کار میکنی؟ دومولوزی از اینجا میروند. نباشد آنها جدا شدن؟ درا بابا جان، میدانم شما رو بسیار غمگین کردم. عذر میپرسم. مرا غمگین نکردی و کاری کرده که دامولازیا را رنجانده ای. معلوم که چیزی شده است. از سببی که دامولازیا به من گفتن نخواست برای به محله کوچیدن بهانه جوست. اما من این بهانه را قبول ندارم. بابا زهرا، من به تو تنها این را میگویم، چیزی در بینتان شده باشد کشاله نداده هر چی زودتر حل کنید. مالش بابا جان. اگر یگان کاری کرده باشی که دل دامولازیا رنجیده باشد، رفته زود دلش را یاب.
بابا جان. خوب میتوانی که روی. انشاءالله این دفعه با آن دو دیوانه روبرو نمیشوم. به هر حال این دفعه به مسجد میرسم، مانع نمیشوم. یا خدایا آلها. بیا مانع شود گویا که من برای بازی آیله دوری ساختن را دوام دادن مجبور هستم. برادر به فکرم ینگه زهرا تو را دوست می‌دارد اما گفته نمیتواند. بسیار گپ نزن، راه گرده. شکر خدا این دفعه پسیتر کردم. این محله بسیار دیوانه داشته است. تو با این و اون کسو میگفته که کسوی هم رو علاقه پرموخ کردم من؟ یکم استغفرالله، مگر این فیلم میگویم؟ خیر نباشه چی گفتی؟ البته قرضم رو میدیم. البته پرداخت میکنی، البته. کنی کتفایت را بیار، زود کتفایت را بیار گفتم. یک آگاهی است، اگر یک بار دیگر پرداخت نمیکنم کتفای دیگر را هم آی تو کیستی؟ من در این محله آدمی سالیم را نمیبینم. دستشی من نابود شد. نابود شد. اینجا بیا. مرا سردیه باقی. تو کیستی؟ برادر. تو کیستی باقی دارم. مرا سردیه برادر. مرا این باقی. تو قهرمانی ما بشوی. راکر گفتم. این کار را دیده بودی؟ ندیدی. ای شوکت در بحرانی هم روز نمیدی و خودت یک چترگیر آخیدی. برادر سانچی بود به چطور از این بلود نیست ندار. ولی او هست آدمان تمامی دیونه نمی کبین چکو کنه ایستوده است؟ خدای توبه چقدر آدمی بدبخت بوده است. چرا او را دستگیر کرده باشم؟ از کجا دارم؟ اینها را بین و زوری با ماشین سوار دارم. نه بین سوار کردن نتوانسته ایستادند. او سوار نمیشود. این رفته ایستاده. برادر دخالت نمیکنیم. بگذار که او را برم. او را همه خیلی بگذاریم. ای برادر بین حالش خوب است. ما برن گمش کنم. آخری که نمیشد رفته کمک رسم. کمک کردنی باشی رو من میرم. رفته خانه یا بون خوب تره. زهرا با دومولوزیو آشتی شده دن؟ ما قهره نبودیم آخر ملیس جان. زهرا جان با شما چشم رسید. بله چشم رسید. همین طوری انگه. اکنون بحثای دیروزه مورهای چشمی خورد میشوند. ها؟ اما دومولوزیو با زهرا بسیار فشار میاد. سمی این را از کجا برآوردی؟ سرسته نگوی. آخر دیشب به نقطه اومدید که مگر نشانه فشار نیست، یعنی به فکر من فشار نیست سمی. فهمیدی؟ نیست. اینها مسئله را بین خود حل کردند و موضوع پوشیده شد. کاش که با موضوع پوشیده شد گفتن موضوع پوشیده شود. نشنیدی؟ موضوع پوشیده شد. سرگم نزد خورو کتاب خود. السلام علیکم. و علیکم السلام داملا، خوش آمدید. خوش باشید آقای کنان. احوالتون خوب است؟ رحمت. مرحمت کنید داملا. یگان مشکلی بود داملا؟ آدمان شما از این بلود گفتنی داملای ما رو برداشتن به فکرم. داملا؟ مشکل داملا بود است؟ مانند من امام مسجد است. داملا میدانید ما نسبتی داملا حرمتی به نهایت زیاد داریم. این خیل کارا نمیکنیم. این چیکل میشود؟ این چیکل داملا بود است؟ داملای قد پست، موهای سفید جنگله دار، ریشهایش سفید، باز در سرش یک تاقی سفید دار. آفرین نمود. احسن به تو نمود. بر پدرت لعنت. نخواست شما داملای مسجد را از بین بردارید ها؟ شما مگر خودتان را کی حساب میکنید ها؟
ака домло буданашро ман аз куҷо медонам? охиру ҳамаи корҳои моро дид, ман ҳам ӯро дастгир карда овардам. ادامترا گیر خدا شما رو زند آن نه که شما رو آورد. آقای کنون مالش اینقدر با آدمتان فشار نهاره. داملا من بسیار عذر میپرسم، شما هیچ خاطر نباشید. داملا من خودم با دستی خودم آورده میرسونم، مرحمت کنید داملا. بسم الله. باز همین تو؟ داملا برای نجات دادن شما اومدم. چه نجات؟ هر چیزی که مثلا آماده باشد همه از جاشو دسته. داملا شما چی گفته ایستاده؟ داملا زیا بسیار شخصی محترم، داملای قدردانمان است. او شخصا خودشان برای نجات دادن شما به اینجا زحمت کشیده آمدن. شما چی گفته ایستاده؟ چه قدردان؟ او داملای ساخته. داملای حقیقی منم. داملا شما چی ها میگی؟ بیایید رویم از اینجا. داملا این آدم چی میگوید؟ به سرش زدگی معامله خوب کردن. رابینا با لباس های داملازی را پشت ساخته کن. خودتون رو دارید وای بازنم خیلی کم نزنه. مالشو اما گفته بودید که داملا است؟ کمی به عقل است. یعنی سرش زدگی. چه سرش زدگی؟ من داملای حقیقی هم، داملای حقیقی. او باشد داملای ساخته است. акаи канон, ман як фикр дорам. ҳар инҳо яктоки дуо хонанд, баъд мефаҳмем ки кадомаш домлои ҳақиқӣ, кадомаш сохта аст. майлаш, ман розӣ. дуо мехонем, сура мехонем. маълум мегардад ки домлои ҳақиқӣ ки аст ва сохта ки. شب فکر کردم در اصل داملازیو چیزی گوید حق است. البته حادثه زاغ سیاه را ناموسش برداشت نکرد. مادر سفسطه نگوید اگر زهرا از داملازیو جدا شود چی می شود؟ این فرصت زهرا را در نزد بابایت پس کردن است. پس کردن میلیس جان. در این باره اکنون دیگر یگان ذره گپ شنیدن نمیخواهم. اپا جان خوب هستی؟ خوبم دینا شب بسیار خوب کردم، یعنی بر وقت خوب کردم. شاید از همین سبب سرم درد دارد. هله جان از بسیار چیز دیر مانده. دیشب در خانه بسیار خواب و جمع شد. چی؟ زهرا و داملازیو جنگ کردند. اوه ینگر، شما مثل خبرنگارهای فلاکت هستید. زهرا چرا جنگ کردید؟ داملازیو در محله اجاره میگرفته است. این راست است؟ راست است اپا جان، همین خیلی قرار داده. دیشب داد و پیخونی اینها رو میدیدی. زهرا این داملازیوت رو عذاب میدهد، یعنی با تو ناحرمتی میکند. گوش کن، اینها رو از ما پنهان نکن. من یک خواهر دارم، نمیگذارم که کسی تو رو عذاب دهد. نه اپا جان این خیلی نیست. تنها از اینجا کوچیدنشان نخواستم، همش همین. هر چرا نباشد ناگهان این آدم کوچیدن خواست. عزیزم، لیکن یک مسئله خرد را اینقدر وهیمه کردید. چی بوده است؟ داملازیو یک شخصی کلان با عقل با فهم چی کردنش را خودش قرار میدهد. فروخ بخیر است؟ چی شد؟ یعنی نخست طرفدار داملازیو شدی؟ چی گپ است؟ داملازیو آدمی خوب است، آدمی خوب. گوش کن، تو این رو همچین یک مسئله عادی فهمونده ایستاده، اما چرا این آدم ناگهان از اینجا کوچیدن میخواهد؟ عجبا نیتی جدا شدن را دارد و آهسته به این اشاره کرده ایستاده است. هیچ علاقه ندارد. آخر بعد از خاطر ناگهان این خیلی قرار دادن هم کمی عجیب می نماید. عزیزم شاید از سببی از جمامت شرم داشتنش کوچیده است. شده نمیتواند این خیلی چیزی که نباشد. بسیار سر و کار گرفتن نیستی. اینها جوانند، در بینشان این خیلی چیزها شدنش ممکن. این هیچ اهمیت ندارد. جنابان لطفا نخل نکنید. مسابقه دعاخوانی چی مگر زیبانده است؟
در این کار خطاگی نیست. معلوم میگردد که داملای ساخته کی است و حقیقی کی. آقای کنمان گوش کنید، من اینجا با شما خطاب میکنم. چرا؟ چون که من مهمان شماام. من اینجا برای چی آمدم؟ برای چی آمدی داملا؟ برای نجات دادن داملا از دست آدمان شما آمدم. راست. لیکن آخر حالا مانند کودکان مسابقه دعاخوانی میدید. این هیچ زبنده نیست. این خیلی نکنید. اکا زبنده نمونش چیه؟ من یکم چیزی به منطق نگفتم آخر. دعاخونن میفهمیم کدامش نیست. آخر بس از آقای کنمان لطفاً با این سفسطه خاتمه دیر میبیم. هی! خاموش شوید! هی تیلا ابله نابکار! تو کیستی که داملای بزرگ داملازیا رو امتحان نگیری ها؟ حاضر من با تو نشان خیلی رو با من کنه باره این نمکی کلقم با تو پاکی رو بکشان بکنم خاموشا ادامت رو گیر خاموش نکرد رفته بسیار آدم بدبخت بوده است. زهرا عزیزم تو رو من حاضر میایم. بایلش عزیزم تا بازی اپا چی شد؟ در اصل باش مو چی شد تو فهمون؟ اپا جان فهموندم یگون چیز نشده. زهرا مرا گوش کن. مگر این داملازیا با تو بد رفتار میکند؟ نه تنها یک مسئله خورد بود. با من فهمونده میتوانی من اپای تو هستم. غرور کردنت لازم نیست آخر. آی گریه کنم بعد باور میکنید. مرا گوش کن. مسئله خورد میگویی اما این آدم چرا بر اومده رفتن خواست برای همین؟ نه عجبا داملا یگان تای دیگر دارد. یا به همینش نمیرسید. سفسطه نگویی بخیر. چرا نباشد؟ مرد نیست مگر همه‌شون یک خل هستند. اپا جون سببی که تو باید از نه اون نالم قهری همین خیلی فکر کرده ایستاده عزیزم. یا خدای توبه گویا که میدونسته باشد. آخر تو هم باز باور نکنی مرد هستند همه‌شون یکند. اپا جون خواطر نشو زیور این خیلی نیست. من رفتم. نمی‌کردم ساده. تیرزه ها بسیار تنوکند اما روزانه بسیار گرمی میگیرند. باز اگر یک توزه کنید زود آمده میتوانید. ماشینه جامعشوی یخدان نو نیستند اما کارهایتان رو تمام میکنند. یگان پرابلم من است که خانه 100% بیا یک مصلحت کنی. خانه در گرم نیست اما اگر اجاره گیریم و بیزن ها نمیدیم از اول گفتمونم. یا خدا توبه برادر چی خیلی پای مرده که بیزن با شما را آدم نیسته. خانه را گیریم زن پیدا میشه. حاضر است کلاس میسته. داملا میسته. کی میشیند؟ ایشانی داملای مسجد میشینند. بعد اویلش میبوید. حاضر از شهر بیرون است. همه کس انا داملا. این داملا. و علیکم السلام. نام این کس زیادالله کسبش داملا. این کس بنده خدا نام زنش هم باشه اپای زهرا. استاد چی گپ است اجری مرا از کجا گفتی؟ استاد یک سوال دارم. سلام کمی نفس گیر باز افتاده نموری. استاد سوالم این که اجری آخر نمیگریزیم بعد میپرسی. شما در حقیقت داملای مسجد بودید حالا پورا باور کردم چون این برادر گفت تنها برای خانه رو اجاره گرفتن فکر کردم. همه خیر. اکاجان مرا باور نکردی سخت خفه شدم. امورم شاگردای همه ایشونه. به خدا خفه نشوید. حاضر به هیچ کس باور کرده نمیشود. راست میگید. وضعیت بد است. پولتان رو بتم اکاجان. این اکاجان 985 ما بقد حساب کن. ما 990 شد. 10 سم دیگه شه آخری ماکه. مایلش. استاد در جنت پول هست چه که نه؟ در جنت پول رو چیکار میکنی؟ استاد برای بیچارگانی که در این دنیا کمبغل بودن پول نداشتند خدا در آن دنیا برای هوسایشان رو شکنن پول میدهد با اونها. یا خدا توبه تو مگر یگان کس را دیدی که با آخرت با پولش رود؟ استاد از اینجا بردن رو نمیگویم در آخرت پول هست یا که نه؟ برای انسان بغیر از چیزی از اینجا بردهش دیگر چیزی نیست. گندم کوری گندم میگیری جو کوری جو میگیری.
تو برای این رو پرسیدن از قفای من آمدی ها؟ نه استاد آزی انا این امک پول حساب کرد یک کمی سوال با سرم اومد برایم. خدا را شکر که به عقلت آمده رو نبودی دیگه رو پرسیدن رو سر. تشکر، خدا از شما راضی باشد استاد. من در وقت مساعد نمیایم. پرداخت رو میکنید. البته میکنیم. سلامت باشید. تو بازدید. مایلکه. برادر. من رفتم مسجد چیز شورم رو گیرم بیارم بعد رو میخریم. مالش تو را. استاد اکنون خانه اجاره گرفته، سوال اساسی هم رو پرسم. هیچ بخیر باشد. مبارک شود استاد نمیگویند. دائم سوال. استاد بخیر باشد. مبارک شود. چشم نرسد انشالله. استاد اکنون سوالم رو پرسم از شما. پرس هجری پرس که همین درد تمام شود. استاد انا آدمانی که به بهش میروند مانده نباشه دکه زلفقار. سلامت باشید. بابایم میگوید که با دوملازیا گپ زده دل او رو بیوب. خیر نباشد رو به سوی محله. مجبور. با تو دوملازیا برای کار. انشالله مناسبتتون خوب میشود. انشالله سلیم دعا بکن. مایلش رفتیم. هجری چرا از قفایم میوی؟ سوالت را پرسیدی جواب دادم. رو از پشت کارت شد. استاد چون که یک سوال دیگر دارم. این سوالهای تو تمام شوی ندارن. با یک تاش جواب میدین تو دیگرشون میپرسی. پرس. رحمت استاد پریزکی خیالی موجود است؟ هجری نیست. آخر از نامش معلوم. خیالات. اگر خیال نکنی نیست آخر. نیست نترس. فهم استاد زامبی چی موجود است؟ آنها هم نیستن. وامپیر چی؟ هجری تو فیلم های دهشت انگیز تماشا کردی؟ استاد این شب در کاخ نوروز تماشا کردم. دهشت بود. یک وامپیر رو دیدم دندانهایش تیز. هجری آن فیلم ها را تماشا نکن. فیلم های دهشت انگیز تماشا میکنی بعد به نزد من میوی. تو رفته فیلم های تربیوی تماشا کن. مایلش استاد نکیم وامپیر موجود نیست نگفتید کو؟ خدای صبر ده. نیست هجری نیست نترس. یا الله. باز تو از کجا پیدا شدی؟ شما را دیدم اومدم. چی شد؟ تو چی برای این میپری؟ خودش آخر ترسیده ایستاده است. استاد سعید جان وامپیر نیست. خداوند با من صبر عطا کن. سعید جان کمیروگر. لکی سردارم روسراهای خانم سلن سرخ شدن. مکتوب را من ننوشتم میگوید ناز کردن. پسرم آخر دختر گفته است که مکتوب را به تو ننوشتم. باز چی گوید؟ بیا ما سردارم اگر تو هم در جای سلن نبودی ایزاتا نمیگفتی. لوین بیهوده گم نزن. از قفای دختر دویده خودت را شرمنده نکن. سردارم در این شرمندگی نیست. چی خیلی عشق. آخر دختر گفته است که مکتوب را به تو ننوشتم. معلوم است که در حیاتش دیگر کس است. دیگر کس است؟ انیق یکم کسی دیگر هست. نه ناممکن است. سردارم شما دروغ میگویید. پسرم دیوانه نشو. من به تو چرا دروغ گویم؟ در حیات اون دختر یکم کسی دیگر هست نیست فرق ندارد. مهمش آن است که تو در حیات اون دختر نیستی پسرم. شما دروغ میگویید سردارم. سلت به من مکتوب نوشتند. مرا دوست می‌دارد. در حیات رو تنها من هستم. نامرد تو اونالی بخیلی. تو چی کار میکنی؟ دیوانگی نکن. تو چی کار کردی؟ هجری با خدا آخرین سوالت. دیگر سوال نمیپرسی. مایلش آخرین سوال. استاد ما چرا فرشته ها را نمیبینیم؟ یعنی سوالت همین بود؟ بله استاد. چی شد معقول نشد؟ ایتو خاموش شو. خدا توبه. هجری دیگر در نزد این کودک از من سوال نپرس. فهمیدی؟ من کردم. مایلش استاد. این دامول جوابش رو نمیدونن. اکا هجری نگاه کن رگم زده است. اکا بیا رفته از دیگر دامول میپرسیم. خدایا سلام. یا خدا توبه. این چی گپ است؟ سحری عید است. همه دیرون برآمده است. دامولا شما اینقدر عالی همتید. و شما هم روز بخیر. روز بخیر خانم. روزتان بخیر باشد. سبب این زیارتتان در چیست؟ برای صحبت کردن آمدم. اول با سوالی اکا هجری جواب دید بعد صحبت میکنید. چی بوده سوال؟ فرشته ها رو چرا نمیدیده ایم؟ گرچه من یک توش رو دیده ایستادم اما اومد رو میخورم و اینقدر تو شیرین زبونکی. بعضی ها گرچنده که چشمشان کور اما بله همینش نگفته مانده بود. بله دومولو کنی بگوید چرا فرشته ها رو دیده نمیتوانید؟ حالا در این باره
عالمان فکرهای گوناگون دارند. بعضیشون میگویند که فرشته ها رو دیده نمیتوانند. چرا دیده نمیتوانند؟ چون که تکنولوژی حالا آنقدر پیش نرفته است. فراموش نکنید که اتم در اول دیده نمیشد، بعد به پارچه ها تقسیم کردند. دیگران چی میگویند؟ دیگران گفته انا عالمان دیگر باشن میگویند که چیکاری نکنید فرشته رو دیده نمیتوانید. چرا؟ چون که این با تکنولوژی یگان ارتباط نداره. شما فرشته ها رو تنها هنگام وفات کردنتان، وقتی با آن دنیا رحلت کردنتان دیده میتوانید. همین خیلی است. هجری فهمیدی؟ خدا راضی باشد استاد، ما را از باری وزن رها دادید. جایت رو یافته هجری، باز در نزد زهرا. یک دقیقه من چیز رو نفهمیدم. آخر برای فهمیدن تو نفهموندم، من برای هجری فهموندم. هجری تو بابای فهمون؟ مایلش استاد. سعی جان گوش کن، فرشته ها. یک دقیقه اکا هجری، تو باید برام نفهمونی. اول داملا و ما شیرین اکرام کند خوب میشود. این رو از استاد پرس. این بچه اصلا سر نشد. خوش اومدید دامولو. خوش باشد خانم سبل. یعنی این کودک رو نزد شیرینی ها برید در یگان جو آن رو جا با جا کنید، خرسندانه با آنها زندگی کند. کنی رفت سعید؟ تو ما رو پیش کرده صدایی؟ چرا تو رو پیش کنم؟ ما یک مسئله شخصی داریم. بله، ما با فاتحه شدیم یک صحبتی مخصوص داریم. حالا هم فاتحه شده میگوید. با شما چی بیارم دامولو؟ یک چوه بیارفتیم سعید جان. از کدوم شیرینی به تو دیهم؟ از هر دویش. مایلش رفتیم. مرحمت خانم، شما رو گوش میکنم. این رو ببین، این رو چی خونک رفتار میکنه. یک رم دامولو، در کوچه گپ زدن نتوانستیم. برای در نزد بابایم مرا شرمنده نکردنتان برای شما تشکر میگویم. خواهش میکنم، من شما رو در نزد بابایتان در وضعیت دشوار گذاشتن نخواستم، اما اکنون با زبان خود نشدن این کار رو با او میفهمانید. نه، اکنون من خوب باور کردم. چرا؟ شما از مرا اذیت دادن لذت میبرید. شما در حقیقت در این باره جدی هستید؟ خانم زهرا، من خانه جورک گرفتم، انگشترین رو پرتافتم، مولدار نمیشوم میگویم. مثلا پشیمان هستم گفتن میتوانید؟ خطاکار هستم، بسیار واهمه کردم، بسیار عذر میپرسم گفتن نمیتوانید؟ برای عذر پرسیدن هزار راهی دیگر است. عجبا، من باید عذر بپرسم. کنی دیر سعید جان. دامولو لطفاً داد نزنید. شخصانی که از بیرون ما را تماشا کرده ایستادن فکر میکنند که ما جدا شدیم. آخر ما الکه جدا نشدیم. نه، جدا نشدیم. تنها یک مسئله است که ما بین خود حل کرده ایستادیم. فقط شما کمک نکرده ایستادید. خطاکار باز منم. البته جانم، من آخر از اول خطاکارم. یعنی از برای این خیل بازی را قبول کردن من خطاکارم. باورم نمیآید اینقدر شما خود پسند هستید. مرحمت دامولو، از زن شما مثل هر وقت بر این سیب سیاه. سلامت باشد خانم سیبل، تشکر. تشکر. گپ در چی باره بود؟ در آن باره بود که شما خطاگیتان را فهمیده از من عذر میپرسید. نه، نمیشود. من دردم رو فهماندن نتوانستم، یعنی اینجا قبول نمیکنم. میلش، من دیگر شما رو مجبور نمیکنم. بسیار خوب میشود. زهرا، اگر من رو دوست می داشتی با یکون تا این احتیاج نبود، اما شکر خدا در آخر با فکرم جدا شدم. سبب تو دامولوزیا رو تماشا داری؟ نه اپا، من همین خیلی. زود به من کمک بکن. ای خدا جان، نرانه آمد به منم خدا جان. اگر میدیدید مکتوب عیناً برای من نوشته شده که بود. این مکتوبتان خودتان را و عشقتان را بلازه نده. این حال را بین، آشخانه را چی کار کردی؟ نه
سیلن مرا دوست می‌داره سردارم. زنها میخوان که اداره کنی در دستشان باشن. سیلن در مکتوبش نسبت من بسیار تکرار اعتراف کرد. خیلی دختر با ناز داره. دیدی که یکی با ناز کرد. من چی میگویم این چی میگوید؟ دیوانه تیاره. یعنی میدونی سردارم قلب سیلن تنها با من بودن را میخواهد. او چی خیلی که پیش گفته بودم رفیق سردارم دختر به ناز نمیشود. آش به کرشکا روغنی پخته. سردارم سیلن مرا میخواهد اما ایزا میکشد. عشق و عاشق از همین چیزا سر میشود. اوه حالا همین حسیات اصلیت را گرفته پسرم. کمتر بناموز شو. دختر تو را نمیخواهد. چرا اینقدر از پشتش میدوی؟ اینقدر پس نشوی؟ خیلی چیکار کنیم سردارم؟ درد خودم هم کم نیست. سری من هم ویران است. من هم میتوانم همه را چپا گردان کنم. همه آشخانه از آن من است. تبخم. سردارم من از سلامتی شما شبه دارم. یک با نزد دکتر روید، نزد داملو روید، دعا خوانند. این چی گپ است؟ اگر مشکلی انگل باشد رفته گپ زنید. با یک آدم 30 سالش کالا این طبق و قاشق پرداختن زیبنده است مگر؟ چی خیلی گپ زنم؟ چی خیلی گپ زنم؟ حالا باشد با تروینا چسبیده است. در این باره میگم نگم نکی میگم بگم میگم بفور نفرت میگم. همین خانم سرویناز با فکر شما از دیگر شعبه با شعبه خودمون به خاطر شما نکوچه. دمت را گیر. بچه چکار کنیست های؟ شاید همون سرویناز چی خیلی که سیلین مرا دوست میداره شما هم دوست میداره. حالا برای همین سرویناز او شعبه با شعبه ما اومد. این موضوع رو میپوشم پسرم بس است. سردارم زن اگر دوست دارد جانش فدا میکنه. بیهوده نمیگویم که عاشق دیوانه است. اوه مثل مجنون گپ زده. دیدم کارای کردت رو. دیدم بین پسرم اینجا رو تاب تازه میکنی. همه این رو تو کردی فهمیدی؟ تازه میکنی. اگه گویا که خیلی تمیجه را تازه میکنی. البته که تو تازه میکنی. در کجا تازه میکنی؟ بخیر تیز تازه کن. چون آسمانی روشنی لبخند گل در گلشنی از من جدا و با منی من دوست میدارم تو را. چیکار میکنی؟ نعمت به زمین پرداخته نمیشود اما تو هم برای من یک نعمت هستی سیلی. یعنی ناخواست پایات لغزیده به زمین رفتی تو را از زمین برداشته 3 بار به سرم مالیده به یک جای بلند میگذاره. به فکرم سفسطه گفتم. نه بسیار زیبا گپ زده ایستاده ای. پسند آمد گرچه تو با من دایی معقولی. یعنی؟ آخر تو را دوست میدارم سیلی. با تو احتیاج دارم. چه خیلی که قلم به رنگ گل به آب احتیاج دارد من به تو احتیاج دارم. من از راستی میگویم ها دلی دوست ندارنده یا به دیوانه یا به مرده تعلق دارد. خدا را شکر که دیوانه نشدم حالا هم نمردم. یا ها بگو یا نه بگو که دیوانه میشم و یا خودم را میکشم سیلی. کنعان
تو چه خیل آدم بوده ای؟ حالا از هیجان دست و پایم میلرزد. میبینی طبیعت حتی برای ما چقدر رمانتیک است. برف میبارد، با من پیر میشه. یعنی در عمل آخر دراز لذت حیات را چشیدم، همدست شدم، چشم به چشم، پا به پا خوش پیر بشوی، یا که اگر خواهی من پیر بشوم تو جوان میمانی دایم یک جای میشوی. بله با تو پیر میشوم. یعنی راضی هستی با من آینه دار بشوی؟ راضی هستم. آفرین کنان، موفق شدم. هاجو دویدم، مانده نشدم، عزم کردم، من غالب شدم. آینه دار بشم. Şerif oyla doğar bir şey olmuştu. Aka bakayım. Aka bakayım Şerif. Şerif. Aka kano. Yak bari diğer bir bu. Şerif. Yak bari diğer. Aka kano. Yak bari diğer. Aka kano khe. O khe do khe. Aka kano. Bakso. Man baroy bedor kardan omadan bakso. تو ما رازی که خب چرا بیدار کردی ها؟ قریب پایانگاه آغوش کرده تاب خورده ایستوده بودم ها؟ این خونسردی ما را بسیار دیدی ها؟ تایلا از من چی میخوایی ها؟ خوشبختی ما را نمیخوایی؟ کنی بگو من تو را چه خیل کوشم ها؟ تو را پارا میکنم مگر من مثل تو بدبخت شوم؟ گبزن میگویم. حضور میفهمیدم به طور نمیکردم بکا جون. فیلمت از سرت ماند دیوانه تایلان افیون شوست میشم. تو ناگهان چخیل با من روبرو شدی؟ نوکه خودم عشق کنم را فراموش کرده بودم، از سرم دور کرده بودم. ناگهان با مقابلم برآمدی، مانند کاغذی از پرینتر نو برآمدی. نمک لبایک یگان چرا نیست مگر؟ در اصل چرای هست اکا، نمیدونم میشود نمیشود، انیق کردنمون در کار. چی بود است تو؟ همین دوملوزیو است کو؟ دوملوزیو هر چی شد است با دوملوزیو؟ اکا دوملوزیو دکتر عشق هم بود است. چی؟ به شوخی اکا. دروغ نمیگویم اکا، دکتر عشق هم بود است آخی. همین دوملوزیو دکتر عشق؟ بله اکا، با چشمونم دیدم با گوشهایم شنیدم، میگویم که یک از روبرویش گرفته میگوید که اگر رقصی سلسه کنی این خیل میشود، رقصی بچه تکنی این خیل میشود، یا مرابوی ارگن که خوری زند این خیل میشود. ای بچه میدانی گوشهای تو بسیار چنگ و خاک گرفته است. یک گوشهایت را خوب کشیدن لازم که تازه شود. دوملوزیو دکتر عشق بوده است؟ بله اکا. رقصی سلسه، رقصی بچتا، مربای ارگانیکی اکا. این خیلی ناممکن است. اکا چرا به گفتهای من باور نمیکنی آخی؟ خاموش شو، دمت را گیر. دوملوزیو دکتر عشق بوده است. توبه کردم خدایا. جواب ده هله. جواب ده زنک جان، با تلفن جواب ده. اونا در رو تختخ کردم، با فکرم نشنیدی. پریشان شدم. برای گرفتن معلومات ها اوید با پرونده کالتاکی لوس آمدم. از تو هم باید معلومات ها رو گیرم.
من مگر از تو حساب این را نمیپرسم در نزدی ها ما به نجی انبور تهدید کردن؟ تهدید کند مایلش شما را وای بسرش زد. بازی را بس کنید. دامولازیا گفتنی آدم را به من بیارید. سردارون آدم در زیر حمایه کنانی دیوانه. کنانی دیوانه؟ بله سردار. این را بینه کنانی دیوانه هم مرا شنیدن او را یافته به نزد من بیارید. اما کنانی دیوانه؟ نامی کنانی دیوانه را نگیرید. دیوانه باشد من از او دیوانه ترم. زود روید او را یافته به نزد من بیارید. زود باشید. ای دامولازیا هستی نیستی اگر من هم تو را به بالای سنگ مصلایی مسجدت نخوابانم مرا نجی انبر نگویند. کسی که به من دست برداشته است به مرگش امضا مانده است. چی شد؟ اون زبریک تو رو ترک کرد؟ سعید جان طبعم خیر است. از دستم یکون نخوشی میوید. آخیران دختر به تو موافق نبود. غمگین نشد. تو گپ رو نمیفهمی. طبعم خیر است میگویم. یکون کمودی باشد گپ زن. کمکت میکنم. یا خدایا چرا مرا در بین اینها گذاشتی؟ چی گفتی که رفت؟ یکی او را رنجوندی گپ زن. در بالا ماندمی خاموش نمیشود. تو زبانی زنان را هیچ نمیدونی. دختر خوب کار کی رفت. سعید جان حالا که تو رو در اینجا از راستی شتکش میکنم. دومونو کودکی عجایب است. یه نپرسید عجایب و غرایب. اگر پدر و مادرش را یابم در حقیقت میپرسم که این در کدام وقت سحر نیست که روزی بیگاه تولد شده است. دامولازیاودین جان میبخشید صحبتتون را بریدم. بیا بریم وقت شیشتن نیست کار داریم. بخیر است دومونو؟ من با محله کوچیده شدم. دومونو میبخشید برای چی کوچیده با من میگفتید؟ همه خیر لازم آمد. یک خانه دو اتاجه برهوا را خریدیم کم کم دیولاش ریختگی اما را میگیم بریم استیاشکا کنیم انا بعد راحت کنیم با کنسانری LG داره. گوه من نکن شبکت. دومونو به شما کمک لازم نیست؟ نه تشکر زیاد خانم. در کار است خانم سیول اما پردام و قیمت های اما را میشتی اخی کاری زنکی دکر. شبکت با جان دیرم بخشش با اجازت شما. خیر مالش موافقم رویم. بیا رفتم شبکت. خیر تو بوسی مالش خوب مانم. مالش شبکت رفتیم. اپا اینها انیق بزرگ را جدا شدن. شنیدید دومونو خونش را هم ایواز کرد. اوه سیولو تو یک بار از پی کاری خودت چه اونقدر پرسن میشوند که آخیر مادر چرا شما جدا شوی زهرای دومونو را دستگیری میکنید؟ من نفهمیدم. نمیفهمد ملیس نمیفهمد. یعنی اگر اونها جدا شوند زهرا در چشم بابویت خوب پس میشوند. بعد باشد نامی نبیره دوست داشتهش رو دیگر با زبان نمیگیرد. خیر چی شد؟ خیر اگر جدا شوند با سمی یک جا میشوند. سفسفه نگو میلی. چرا سمی با زهرایی که در چشم بابویت پس شده است یک جای شود آخر؟ یعنی با فکرت چرا یک جای شود؟ یک جای نمیشوند. یک جای نمیشوند. چشم سمی بغیر از نبیره بهترینش دیگر هیچ کس رو نمی‌بیند. یعنی بغیر از تو. با این کفالت میدهید مادر جان. اگر دامولازیا زهرا را ترک کنند من باشم او را با دامولای سوخته بودنش تهدید میکنم. بله تیارم. میبرویم؟ رفتیم. با کجا؟ کمی بعد میبینیم. حامله‌دار هستید. حامله‌دار هستید. چی؟ از اونا پنهان کردن نمیتوانم و این حق ندارم. زهرا بیا دخترم. بنشین.
با دامولازیا گپ زدی؟ البته که گپ زدم بابا جان. دیلش را یافتی؟ چی؟ بابا جان خوب هستید؟ خوب نیستم زهرا، هیچ خوب نیستم. به نزد دکتر روی؟ به نزد دکتر رفتن چاره نیست دخترم. در اینجا چند روزی عمرم باقی ماند، این را نمیدانم. هر سحر هنگام از خواب خیستن اکرم امروز هم طاقت بکن میگویم به خودم. برای آیله برپا کردن زهرا یک روز دیگر نزدیک شد میگویم. به او یک توی با دبدبه و با حشمت میکنم میگویم. بابا جان التماسم خیلی نگویید. خوبم. حالا تو به من حقیقت را بگو. شما از برای زاغ سیاه جنگ کردید؟ بابا جان شما هم به گفته ینگه تولین باور میکنید؟ باور نکنم؟ البته که باور نکنید. نباشد دامادم را بیار. دامولازیا را در بر تو دیدن میخواهم دخترم. آخرین گپم همین. مادر شما چیکار کرده ایستاده؟ از پشت پدرت میپویم. چی؟ پدرت امیر چیکار کرده ایستاده است میلیس؟ پدرم؟ اینه آخر دخترم ساعتم نشد چشمانت رو کشو. یعنی آخر بعد از این 30 سال ورزش کردن ها، لباسهای زیبا پوشیدن، با من زیر بر اومدن ها، امیر چی گپی هست میلیس؟ مادر چی شدنش ممکن؟ پدرت من فریب میکنم. مادر سفسته نگوید؟ من سفسته نمیگویم میلیس، پدرت سفسته میگوید. آخر بعد از این 30 سال این سال کار کردن و با کجای تو میگه فرو هم کال هم بوچ هم پرده. اما من این رو همین خیل نمیگذارم. اگر این حادثه رو اشکار نکنم نامم تولیمه. مادر چیکار میکنی؟ مادر با این کلوه و عینک هیچ چیز رو نمیبینم. آخر پای بردن رو آغاز میکنه. با این حادثه شاهدی میکنی. مادر حالا شاهدی کردنم تنها رش بردنی شموست. بیشتر رو کنی. کمتر دقت کن. بچه ها استاخی میغلطه میشکنه با اکرمه میشه. اکای هجری لبای سیجان دودارکم. هجری چی معنا دارد؟ هجری در لغت ها به معنای سال شماری آمده است. خیر یک چیز دیگر پرسم. بیپرس دادر جانم. چرا این سالی تو یک رو است؟ کی دامولازیا؟ بله در برای او گفت زده شدم. فقط از او یگون شخص دیگر یک رو است؟ این خیلی نگو سیجان. دامولازیا بسیار انسانی مبارک است. این خیلی نگو. و فکری من با انسانی خوب علمونانی ندارم. تو انسانی خوب هستی. خدا را توبه. با تو چه شده ایستاده است؟ بسر ما متخصصی آدمان شدی. از آنه که از پسم گپ میزنی کارت را کن. علاوه بر این تو اینجا چی میکابی؟ انا دیدی دستگیر شدی. از پشت انسان‌های مبارک گپ نزن که آنها میشنون گفته بودند. او را مبارک نه بلکه شخصی اخس میگویم. خاموش شو. زود زود دامولازیا را عصبی نکن. اینجا رو بین. در اینجا زندگی میکنه. از آنی که به اینجا کوچیده است معلوم میشد که از تو بسیار رنجیده است. دامولازیا رو در حال از اینجا برآوردنم لازم سلیم. البته که اول خودم رو لازم. کارت مشکل است زورو جان. به خدا که بسیار مشکل است.
این رو بین همین که فرصت یافت خودش را به دنبالا نزدیک میکنه. به خدا بی اور بوده است، بسیار بی اور. بیشتر حیا. برادر این خانه نیبو مغازه برای یک کس میدراید دیگرش میبراید، هیچ چیز رو نفهمیدم. این دومولو است، بسیار کس به زیارتش میآید، اما البته که تنها میماند. اون وقت دستگیرش میکنه. خدا توبه، چرا از پشت من نمیای؟ رو از پس کارت. پدر جان کمک کرده ایستادم، اما خوبی رو هم نمیفهمیده. این دومولو کودک هم داشته است؟ دومولو ایلادور بوده است. من تو رو چند بار گفتم مرا پدر نگوی. دومولوزیو سلام. بخیر است؟ معلوم که به اینجا کوچیده. یا خدا، شما در اینجا چیکار دارید؟ در کجا زندگی کردنتون رو دیدنی اومدیم. این همان دختر نیست ها؟ با فکرم مادریان کودک است. یگان جای واهمه نیست، از 2 حجره و یک مهمانخانه عبارت است. سلین بیا قصری بر هوای دومولو رو دیدن می‌داری. با اجازت شما. مرحمت. سلام. با اجازت شما. الو سردار، نزدی دومولو سرودم است، هیچ تنها نشده ایستاده است. سردار، دومولو پسر داشته است. دومولو را دستگیر کردن نتوانید، اقلا کودک را بیارید. مایلش سردار. سردار چی گفت؟ کودک را دزدیده بیارید. شما چرا اومدید؟ ما همه کارو کرده ایستاده ایم. آخر فاتحه شدهش هستم برای کمک کردن. اما برای شما اینجا کار نیست. اما در اینجا آدمان اینو در کار خیلی زیاد هستن. ما یگان کاری موافق رو برای خودمون میابیم. شما خواطر نشوید. رفتیم سبید. مادر، این عینک کلون است، در چشمانم نمیایستد. آخر در چشمان تو چی میایستاد؟ یک چیز میگویم، این کار با ما هیچ زیبنده نیست. علاوه بر این نسبت پدرم هم بسیار عیب میشود. پدرت وقتی کارهای بد کند عیب نیست و وقتی که ما او رو پیگیری کنیم عیب است. آخر از کجا میدانید که پدرم کاری بد میکند؟ بیچاره کمی به خودش اهمیت دادن رو سر کرد. ورزش میکند، شاید لباسی ورزشی میخرد. بله راست میگویی، بسیار راست میگویی ملیس. یعنی یک با محبوبه شناس نکردنتون مانده بود. این چیزهایی که شما دیدی کو همش قسمتی مردانی فریبگر است. اگر ندانی بیام. اوف مادر، سفسطه نگوید، مگر این خیلی میشود پدرم رو در این سن و سال که نگاه میکند. یعنی بغیر از شما گفتنی بوده مادر جان. آخر شما برای یک دیگر به دنیا آمده اید. خاموشه، اینقدر گپی بیهوده کب نزن. زود باش، حالا پدرت رو از دست میدهی. عینکتان رو مانید. زود باش، میرویم. بیا. ای مادر جان. مادر بیایید، چای تیار است. همه بیایید. پدرنالا دیونه ای خانم سیوال چکم از گرسنگی رنگی نیمون طولق نمفتیسته با تشکیلی زده کو با همه اشتهایتان. ای خوراکای خونه بابای اکرم و بمازه ای. در حقیقت دوستان به همتون تشکر زیاد. اگر شما نمی بودید از اوده این کار نمی برآمدیم. دومولو جان اکرم خانه نصیب کنه تا بود تا همجا برویم. استغفرالله. شما نمی خورید؟ تشکری زیاد، درست نیستیم. با اینجا گذر، پینان شد.
لباسه که قبیده دستونت شکند فروخ. این لباس رو با کدام زنی که میگیری روزی اولی پوشیدنش انشالله رویش پر از خوب داغ قهوه کچوپ شود انشالله که میشود فروخ. مادر چی شد؟ اوف در باره کدام زن گپ میزنید؟ در باره اون زنی که لباس رو با او میگیرد. شاید برای شما گرفته ایستاده است. پدرت هیچگاه با من لباس نگرفته است. همه لباس ها رو خودتون میگیرید آخر. همین خیر؟ بله. میبخشید خانم یک لباس گرفتم در تنتون چک کنم میشود؟ آنه اون زن خیلی زیبا ها؟ تو را میسوزانم فروخ میسوزانم. یا طرفی یا طرفی بخشی که بخشی رو گرفتنم لازم. تویو مادر جان این رو سرده. مادر جان سرده خیلی سرده دختر سرده. مادر جان تشکر کنم زیبا. آماده ایستاده است. بخشش یک چی پرسم لباسای زمستانی رو نمیداری در کدام طرف است؟ ما از کجا دونیم؟ مگر ما اینجا چیکار میکنیم عزیزم؟ ببخشید ناراحت کردم ببخشید. نه ملیس انیق چهره دارد انیق. رفتیم تا که او رو گم نکنیم. رفتیم دخترم. جفتانم در کجاست؟ رفتیم زبر. مادر جان بایسته آخرین کنم. رفتیم. با فکرم کمیسر اونال غمگین است. تو نمیدونی بنیو به حال یگان مشکلی هست. سردارم اونال؟ نه یعنی من این خیلی یگان چیزی رو پی نبردم. من پی بردم. من اونال را خیلی خوب میشناسم. این خیلی شدنش ممکن است. از دستی سردارم همه کار میآید. این خیلی عجیب است. نخود برای کالتاکلوس را دستگیر نکردنش این خیلی پریشان و غمگین شود. بله یک چیز را گویم در سرش فقط کالتاکلوس است. همین خیلی؟ البته حتی سبب ویران بودن مناسبتی اکه اونال خطی ینگه هله همین کالتاکلوس است. یعنی تا همین درجه؟ خوب خدا گوش کن با تو یک چیز را گویم. سردارم یک مرتبه در گازیته برآمد ینگه هله همه رو با پا خیزون. من باشم خلط ینگه هله رو پوشیدم. انا حکایت دور و دراز است. کار از کجا سر میزند. اما کمیسر اونال هیچ گناهی ندارد. با گذشته صلوات میگوید. اکه اونال شری نرای لوینت ها این رو با امنیت شهر برده رسان. امرتان را با جا میارم سردارم. اونال بیا به طرف خونه با هم برای خوری رویم. طرف خونه؟ بله. پس لوینت هم بیاید. چی های؟ لوینت آمده نمیتواند چون که من با او پرونده دادم. در حال اون را دیده برآمدنش در کار است. میتوانی؟ چی؟ بیا اونال من خیلی گرسنه مرا نرنجان. مایلش نباشد. در اونجا یک جای هست. بقله جان رو بسیار خوب میپزن. همونجا میرویم. این رو بینه با سردارم خوراک بقلجان میگوید. این زن نیتش ویران است. این زن به سردارم عاشق است. بین آخر سردارم رو به خوری میبرد. صدقه‌مون نبره بابا اکرمت کنم. با خدا سلامت باشید آقای خلیل. اگر شما نمی بودید از زوده این کار چخیل می بر اومده. نگوی داملا ما همه وقت در بر شما هستیم. خیر بیایید و نماز دیر نمانیم. زیا جان ما هم به خانه می رویم عزیزم. مایل زهرا جان من چه گفته ایستادم آخر از او جدا شدم. خبر میگیریم. مایلش عزیزم. استاد تو با مسجد رسیدن یک سوال دارم پرسم. مایلش پرس. خدا حافظ. آفرین زورو جان به خدا آفرین به تو. آن حرکت آخر کرده بسیار عالی جناب بود. دیدی افتش در آنجا چی خیر شد؟ مگر ندیدی؟ فهمید که از دامولازی جدا نشده ای؟ البته فهمد. بیاداب رفتیم. بعد از ترک کردن سیگار با خوردن باقلاجان آغاز کردم. در نتیجه هر دوش نیکوتین دارد. از همان روز اعتباراً باقلاجان میخورم.
خطا نفهم یعنی به جای خوراک میخورم. عزیزم در کجایی؟ چیکار کرده ایستادی؟ خوبم. تو چی خیال هستی؟ چی خیلی گفته نپرسیدم. در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده گفته پرسیدم. در جایم. در مکانی هر وقته؟ مکانی هر وقته گفته چی رو در نظر داری؟ در چی عزیزم؟ در چی؟ در شوبه و خیر. یعنی در شوبه ای ها؟ عزیزم گوش کن چی؟ حالا هیچ بیکار نیستم. یک گناهکار رو پرسپاس دارم. بیشرف دروغ گفت ایستاده است. باید خاموش کنم. وای بیشرف رو پرسپاس بکن. خوب از او عریضه‌اش رو بگیر. مالش عزیزم تو باستی. تو حالا میبینی اونا با این رفتاری کردگیت دروغگوی. اوف لیکن باریده. بسم الله. بجری استاد چتر ترک شده ای پیشت رو نمیبینی؟ استاد خوب شد روبرو شده. من یک سوال دارم استاد. یا خدا توبه چی خوش روبرو شدیم هجری بپرس. استاد چی خیلی میدونیم دنیا توپ میخورد. بله. ماهتاب هم توپ میخورد. بله. استاد سیاره ما در اطراف خود و در اطراف دیگر سیاره ها توپ میخورد. آفرین هجری پسرم تو اینها رو از کجا میدونی؟ تشکری زیاد استاد سلامت باشید. استاد سیاره های دیگر هم در اطراف سیاره ما توپ میخورد. یا خدا بله همش در اطراف یکدیگر توپ میخورن. اکنون سوالات رو بپرس. استاد خیر چرا ما توپ نمیخوریم؟ مگر ما توپ نخورده میمونیم هجری؟ ما هم توپ میخوریم لیکن هنگام توپ خوردن به یکدیگر نمیگوییم. از همین سبب توپ خوردنمون رو نمیفهمیم. تو حالا در اینجا ایست من یک توپ خورده بیایم؟ مالش خیر. یا خدا این شکل آدمی عجیب است. هجری بای؟ اما که خالی چرا این خیلی سوده ای؟ استاد گفت که تو در اینجا ایست من یک توپ خورده می اویم. کی می آید او؟ نمیدونم. او به کجا رفت؟ به خدا نمیدونم. یا خدایا نباشد انتظار شو. می آیم گفته باشد می آید. شما هم یک توپ خورده بیایید. سالهای دراز با من گشت گفتی که آیله دار میشویم حالا جدا شدن میخوایی ها؟ رابیا تو من رو خطا فهمیده ایستاده ای. آخر من بس است اکنون تو من رو بیهوده داشته ایستاده ای فیروز. اکنون با تو باور نمیکنم خودم رو میکشم. ایستید خانم این خیلی نکنید. گوش کنید به کارتون دخالت کردن نمیخوام اما حیات بسیار زیبا و پر ارزش است. این خیلی نکنید لطفاً. من از این خیلی گپا سیرم الکی مرده خلاص شدن میخوام. نه گوش کنید ببینید من اون نال رو برای یک جای شدن ما سالها لازم بودم. یعنی روزهایی بودن که من فکر میکردم که مرا دوست نمیدارد اما اون نالتایی من رو انتظار بوده است. همین طور نه؟ اما اونال تو چقدر این کار رو با من میکنی ها؟ بیهوده من رو میدارد میگویم سیبه میکنم میفهمه. نه شما خطا کرده ایستاده. من هم خطا کردم اما مبارزه بردم صرف نظر نکردم. اون نال تو هم یکون چیز بگو آخر. سرویناز اینو خیلی درست نیست. کجایش درست؟ حیات یک انسان رو نجات دادن درست نیست مگر؟ درست چی خانم در حقیقت سرویناز راست میگوید. بیهوده نگفتن یعنی صبر تلخ است ولی میوه شیرین دارد. همین خیلی نه؟ صبر هم تا جایست آخر تا جایست. تا که این چیز داشتم خودم رو میکشم. نه خانم حالا با دوست داشتن نظر کرده در رویش میبینم که با شما بسیار در مدت از کار تو آیله دار میشود. همین خیلی نه؟ شما هم یکون چیز بگوید آخر. بله جانم. خیلی خوب حالا که آشتی شدید خورسندانه نزدیک شده نسل یک دیگر رو دارید. خورسندانه آغوش کنید ماندی ما اون کرد را پرتایید بسیار خوب. بله
بادی خنک محبتی گرم را آغوش گیرید خانم دست به دست کنید اینن مانندیم ها بسیار خوب آفرین بله این خیلی فراموش نکنید که در حیات از همه چیزی بد یکدیگر را بیهوده داشتن و فریب کردن است شرم نداشته این را باز تو میگویی خدا شما را جزا دهد حالی زنک جانم زنک جانم دستی مشقت را داشته باز مرا زنک جانم میگویی اونم گوش کنید خانم حلیم ما حالا در عملیات هستیم به کاری ما مانع شده ایستاده اید با کارمان مانع شده ایستاده اید اینجا زنی رزیل تو اگر کمتر ناموس بداشتی با مرد زندار نمیچسبی حالی این خیلی نکن عزیزم گوش کن نرا این خیلی چیز بعضا در حیات میشود اینا از ما دیده بدتر بودن بیا جانم شینه مادر جان بیهوده خودتان رو عذاب ندید پدرم هیچگاه شما رو فریب نمیکنه ای ملیس بسیار عصبیم ملیس بسیار عصبیم دیوانه میشوم دیوانه خودم رو داشته نمیتوانم مادر جان آرام شوید مرا ترسانده ایستاده اید مادر جان مایلش ملیس مایلش عزیزکم آرام میشوم گوش کن اگر مانندی گفتاد اگر فاروق اون لباس رو برای من گرفته باشد مشکلی حل میشود اما اگر برای من نگرفته باشد انا بعدو میبینم چیکار میکنم با او اوه بالا زند لباسی که برای تولین گرفته بودم در تاکسی فراموشش کردم حیف شده خیر هیچ گپ نه رفتم که چیکار کنم نصیبش نبود است فاروق چرا در دستت یگون چیز نیست؟ چی؟ این رو بینا باز خودش رو به نادانی می اندازد در دستت چرا یگون چیز نیست؟ چرا؟ باید چی میشد تولین؟ یا که تو یگون چیز خواستی که من نآوردم این روبین باز گد میزند هم فریب میکند هم آدم رو بیعقل فکر میکند دیوانه میشوم آخر مادر جان خواهش میکنم آرام شوید چه فریب کردم تولین؟ تو خوب عقلت رو خوردی ان تولین؟ فاروق امروز تو رو در مغازه دیدیم ملیس هم شاهد است لباس گرفته ایستاده بودی همین خیلی ها؟ تو مرا تعقیب کرده ایستاده ای تو با من رشت داری ها؟ این روبین باز پیس خم میکند حالا در همین جتم کرده میکفم فاروق لباس رو بکی دادی میگویم بکی دادی از تو میپرسم فاروق لباس رو بکی دادی زنک جانم من اون لباس رو برای تو گرفتم لیکن در تاکسی فراموش کردم آخر دروغ گوی رزیل در تاکسی فراموش کرده بودم گو گرفته با گو گریخت میگفتی بسیار در باوریم میومد فاروق او سر شد ای مگر تو خودت نگفته بودی که مرا با اونجا با تماشا با سرگشت نمیبری آخر من همون لباس رو برای تو گرفته بودم که باورت کرده با اونجا خروخوری رو میماخیر انا دیدید مادر جان بیهوده وحی نکردید نه من به اینها باور ندارم فاروق قایل شو گوش کن قایل شو تو من هم آرام شوم و تو هم آرام شو راستش رو گو تو هر دو آرام شویم ای آخر بس است اکنون وقت دو بس است تو هم واهمه کردی من رفتم خواب میکنم تو خواب کن دم گرفته خواب کن فاروق چون که خیلی مونده شده ای دیوانه میشوم دیدی لباس رو نآورد دیوانه میشوم شده کن مادر جان آرام شوید دیدی مرا بیعقل فکر میکند یا سری خودت کار نمیکند ای کودک آدم مرا آدم گفتی؟ بله تو را گفتم مگر تو آدم نیستی؟ بله آدم هستم خیر بعد بسیار گپ نزن اینجا بیا کنی چی کار میکنید مرا با کجا میبره؟ ای خاموشا بسیار گپ نزن این چقدر زیبا بوده است من سوپر قهرمانم اکا کی رو نجات بدهیم این کودک اینقدر لکی بوده است گپر کم کن خاموشی است اکا زودتر باشد وقت رو از دست میدهیم
سردار کودک رو آوردیم. امین؟ بله سردار. دعوت کردی آمدم شف. وظیفه من از چی عبارت است؟ شف؟ این چی میگوید؟ هی تو همه چیز رو نمیفهمیده ای. یکم وظیفه مخفی باشد. چرا تو اینجا ما رو مونده کردی؟ چخیر وظیفه مخفی؟ ما تو رو دوست دیدیم، پسرم دوست دیدیم. ما رو دیده اید؟ شما به این کودک نگفتید که ما او را دوست دیده ایم. سردار نگفتیم، در حال برداشتیم. این کارتون مقبول نشد. اگر دزدیده باشه همه‌اش را آشکار گپ میزنیم. این کودک چی میگوید؟ پدرت آمده تو را نجات دهد. پدرم؟ پدرم رو با این کار همراه نکنید. این کنسانر کار نکرده ایسته چی؟ اینش کی باشد؟ لابای پسر در دستمان. چخیر پسر؟ من پسر ندارم. داملا ایلا را یک طرف بذار. به مشکلی گرفتار شده میگویی که پسر ندارم. از خودت شرم دار، از خودت. وای برادر تو چی ها میگویی؟ گیر با پدرت گپ زن. الو داملا؟ الو سعید جان این تویی؟ بله منم. تو با اون آدمان چیکار میکنی؟ کیستن اونها؟ من تو نگفته بودم که مرا پسرم نگو ها؟ پدر جان. وای سعید تو چی گفته ایستاده ای؟ آدمان میگوین که پسرت در دستی ما، تو باشی پدر میگویی. سعید جان؟ پدر نجات ده. این دفعه تو مرا نجات ده. دفعه دیگر من تو را نجات میدیم. مایلش. پسرت را شنیدی؟ وای برادر شما کیستید؟ از کودک چی میخواهید؟ او را سر دهید. با اینجا بیا که بودنم را میبینی. اگر پسرت را نجات دادن خواهی با آفیسی نزد گردش بیا. باز با پلیس خبر ندی ها؟ با خدا با پلیس خبر دهید، من خودم نمیایم. تو چی میگویی ها؟ بسیار گپ نزن، زود بیا. بیا خدا تابا. چی گپ شده؟ من از کجا دانم؟ پسر در دستمان میگوید کودک سعید را دزدیدن. کی دزدیده است؟ از کجا دانم؟ پیش در راه رفتیم. چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ کودک را نجات میدیم. یک کسی نیست خود ما را نجات کرد. پسرم پدر دست و دیوانه بوده است. وای من با او پسرت را دوست دیدم با پلیس خبر نده گفتم. او باشد با من تو با پلیس خبر ده گفت. این دیوانه است. من پسرک تو را دوست دیدم چرا با پلیس خبر دیم؟ یا خدای توبه این داملا مگر به عقل است؟ سردار اگر او عقل میداشت شما رو با سرش نمیزد. وای تو با من چخیل گپ میزنی؟ زبانی تو بسیار دراز شده است. این کار تمام شود زبانت را کوتاه میکنم. مشکلی در چیست؟ برای من شده بحث نکنه. دمت را گیر. خدا نگاه دارد اقلا به کودک یگان ضرر نرسد. تو همین سقره را دوست داشتی چی؟ وای کودک از چخیل دوست نمیداری؟ البته کلس چرا دوست میداره؟ شوکت بیهوده گپ نزن از برای خدا. برادر گوش کن، چون با آنجا میرویم میبینی که سعید جان را از دست آنها نه، آنها را از دست سعید جان نجات میدی. بیا زود رویم مگر کودک را میدوزدن. شفی با قهو شف کماندون. الو گفت نفهمیدی یک کلاخاوس. چی میگویی؟ چی میخواهی؟ با داملازیو بخشی با پدری من چی کار داری؟ جنگ کرده؟ بحث کردیم. شپاتی او دارد زد. مرا گوش کن، من از هیچ کس مشت نمیخورم، فهمیدی؟ البته پسرم داملا گفتیم، ایمان گفتیم، حرمت کردیم، اما از حد گذراند. نباشد مرا در حیات زدن نمیتواند. البته مرا گوش کن، تو با من این خیل بله گفته مرا دیوانه نکن. یا خدا توبه تو دیوانه میشده و من کودک هستم. چرا با من کودک بار سخن نمیگویی؟ به عقلی کلاهاوس. کودک باشی کودک ید را دان. مایلش خاموش شدم. کماندون تلفنت بازی دارد کمتر بازی کنم؟ تلفنی من بازی ندارد. اینترنت نگیرم. تو هم خاموش دانی برا میخوایی؟ چی تلفن داری؟ آیفون 7 داری یا که چرمق شکنه؟ گیر از اینترنت گیر. ما باید باوجاتون برام که همینجا تر میکنم. یا خدا درد این تمام شوی ندارد. این را گرفته به حاجت خانه برید. تو یکان گلنی؟ بله. ما فکر کردم که تو آدمی با عقلی.
حجت را به خزینه بدار. اطاعت. سردارم یک خبر دزدیده شدن یک کودک آمد. در نتیجه معاین کردن شخصان دزدیده آدمان نجی انبور برآمدند. یگان خطا نشده باشد لبند. نجی انبور کودک نمیدزدد. این نجی انبور کیست؟ جنایتکاری که جستجویش داریم. بچه‌ها زود آماده شوید. به عملیات میرویم. زود باشید. زود. عملیات. اما همراه شما. تو به کجا؟ شین در جای. سردارم ما یک جا به عملیات نمیرویم. برای خدا مرده تایمو طرف بیارد. بچه ما با میروزون عملیات فسیدیم. علیالله بای کلغاوز گوش میکنم. های تمام خاموش کردم. تو بهمه داری بسیار دروازه‌بانی بد بدهی. پدر این کودک در کجاست؟ چی شد؟ از ما بیزار شدی؟ پسرک تو چرا اینقدر بسیار گپ میزنی؟ آیسته. سردار اگر خواهید کودک را سردی هم رود اون آدم به هر حال به اینجا می آید. او را خوب لطکون میکنه میرود. تو روی خانه تو رو یافته میتوانی. چیزی که باشه آجی گفتم میام، لیکن به شرط که کلغاوز تلفن شما را پدرکه میکنه. من با شما گفتم که جوی سستی آدم را یابید شما رفته سلاحی مخفی آن آدم را گرفته اید. هوشیار نیستید. از کجا میدونیم سردار؟ آخر کودک عادی فکر کردیم او رو. های ایدار کارهای اخیرت همش فچ تو رو دفع میکنم. خدا سردار مرا با دیگر گروه ها بسیار تکلیف دارم. خودتان میدونید کو. با من شرط نگذاری؟ های تو را راندم دفع شده رم بیا کلغاوز. ایستا باناب زننده بر پدرت لعنت. ایستا میگویم بیا. اینجا بیا نگریز. اینجا بیا نگریز. تو را از پرندی میپرگویم نگریز میگم. اینجا بیا. حیدر آمده مرا نجات یخی بیا. مرا شما راندید کو سردار. من دیگه یاری رسوندن نمیتوانم. من شوخی کرده بیا به کار میگیره بیا. نجات وای داد پدرت لعنت کودک تو چیکار کرده ایستاده فرای برماده گم شده وای داد فرای گفتم من پدرت لعنت من پدری حرفیت تو لعنت با دنبالازیان بیا یکو یاده تا شپات یاودارت میزنم. تو رو میکشم این کودک. وقتی خواب شدی پدرم کجا شد؟ خیلی که دیر کردستای. پدر این سبیلی کجا شد؟ ما در اینجا میگلم پدرم که ما را بدار کنه. در همین جاها باید باشد. شوکت چی گفت شد؟ در داخلند. در درون. برادر ها اینجاها آرام است باز یگان دام نباشد. دام باشد دام. کودک رو تنها نمیمانیم. برادر من یک بار بینم بخشش. این کلانی مفشه بوده است. من خیال کردم یگان شوری چی گفته ایستاده ای؟ باز دو آدمی دیگر این رو بینم. برادر با این آدم چی شده است این خیل؟ سرش بسته در پایش پایزال نیست. از کجا دانم؟ شاید سعید کرده است. من گفتم که این آدم ها رو نجادی میرویم. بیا رفتیم نجادیم ثواب میگیریم. کودک در اونجا خواب است. این تشریح خوبه. شوکت برادر تو با سر کوچه برآمده انتظار شو. در نزد اون ماشین نظارت کن. من با درون درایم. من قطعا میرم. شوکت گفتم رو اجرا کن. ای چرا من دارم؟ زود باش شوکت. زودتر.
بند پلیس پلیس در جایت در جایت است آهسته آهسته دستانت را بردار اکنون آهسته آهسته به طرف من گرد بگرد بگرد بگویم بگرد تفکیش کنید اینها را رنگ کیلوی ترمیناتور شدم از این کارت حلاوت برده ایستاده یا راگر چی کار کنم پدر؟ من را پدر نگوی تو هم پسرم نگو آخی نام دارم ای برادر چی قدر اومدی مردم این نظارت کنی؟ خدا را شکر که نظارت کرده ایستاده احمق پلیس ها آمده راست میگی؟ ما هم خیلی نگو داشتم یکم کس نگذشت چی گذشتن او؟ یا خدایا این چی خیلی آدم هستن؟ که شوکت رنگ خیز خواه میگیری با گازانی طبیعی؟ دم طبیعی خردور زود با شوکت رفته میگریزیم شما ماشین نداشته یه رو برای اینجا گرفته مخصوص برای شما گرفتیم جناب سعید جان ماشین دولتی اما نگرفتیم حاضر رفته در جایش میگذاریم رفتیم زود باش زود پایکم دستم آشتد خوب هستی سرجناز؟ خوبم خدا چی خیر؟ خوبم با فکرم همش رو دستگیر کردیم دستگیر کرده اما یک تاش گریخت همه وقت یک تاش میگریزه بیا رفتیم تو پدر و مادر نداری یه سغره نوش نبود برادرها این شوکت شما منو میشود نه نمیشود تو با نزد پدر و مادرت با خانه خودت رفت سعید جان پسرم در این ساعت در بیرون چیکار میکنی خر بچه اینجا بیا سعید جان اینجا بیا شما پدر سعید جان هستی؟ بله من پدرش هستم آها پدر بودنت رو اکنون به یاد آوردی توبه شما باشید مادرش؟ بله مادرش هستم مادر بودنش نو به سرت آمد مرا گوش کن خیری در پیش این آدما دهان مرا نکشاکی اگر کشایم چی میشود گلی کشا گوش کن خیری عصبهایم رو ویران نکن که پشیمان بشوی من پشیمان میشدم خانم گلی در اصل تو پشیمان میشوی من چرا آخر در این ساعت با تو گپ زده ایستادم من میروم تو مرا نگرفته به کجا میروی مرا دیوانه نکن خیری گوش کن عمری مرا صرف کردی بیهوده صرف کردی من عمرت رو بیهوده صرف کردم در اصل تو عمری مرا بیهوده صرف کردی اینها کودکشان رو فراموش کرده میروند بس کجا برادر چرا دستانی چرکی رو در ماشین من تازه کردی؟ یکی حواسم کرد صغیره تا بگی آخی گلی بین از پشت تو کودک را فراموش کرده یا خدا یا توبه از پشت من بود است در اصل از پشت تو از پشت من ها بسیار گپ نزن تو چی ها میگویی گپ نزنم تو دهانی من را نپش درک شده را پسرم با ماشین سوار شد
همه عیب در من است ها؟ کاش که یکون زنی دیگر بگیریم ولی به شوهر میمونی. کاش که به شوهر میموندم رو نمیدونم. بگانو بسید من نفهمیدم که چرا این پسر شب و روز در کوچه ها میگردد. پدر و مادر این خیلی باشد کودک البته از خونه میگریزد. به خدا اینها اولادی اونو بدیم. شوکت بیا ما هم رویم. اوف سلیمان چیکار میکنم؟ این زیو خیلی یگروی دارد. زورو اول آرام شو بعد فکر میکنی. بابایم هم بجز زیو گفتن دیگر چیزی نمیگوید. برای کلاس چای دم کنم. این خیلی خواقی نگاه نکن. میگویی زورا رو من جدا کرده با شما ایتان. یگان کار کرده ترا با بوبی اکرم آشتی کردن در کنی. آشتی شویم چی بشود؟ توی میخریم برادر. دایم یک ترانه. دختر من را دوست نمیدارد آخه. دوملوزیو مرا هیچ دوست نمیدارد. خودش چی گپه؟ دوست نمیدارد. خدای توبه گوی از راستی ویلا دور میشویم. عزیز من همچنین انسان میگویم عین حال نسبت من یک روی دارد این رو حس میکنم. برادر گوش کن این خیلی ناامیدی به تو زیبنده نیست. من از روز اول میدونستم که دل زهرا را تو به دست میاری برادر. باور دارم. به شوخی گفتستم به خدا. تو حالا ناامید نشو زورو جون. من باور دارم تو کاری کرده البته دل دوملوزیو رو میابی. بیهوده من رو امیدوار نکن سلیم. یعنی آخر حالا چی بگویم؟ از روی چیزهای فهمونده شما درباره شما رو فریب کردن یکای فاروق یگان نتیجه نمیبراید. آخر یگان دلیل نیست. بله مادر سمیر راست میگوید. فریب میکند آخر. باز چه اثبات شود؟ من در حسیاتم قطعا خطا نمیکنم. نه عمیق او مرا فریب میکند. اگر در اصلش نظر کنیم از چشم من هم دور نیست. یعنی وقتی آخر به خودش بسیار اهمیت میدهد. مثلا ترجو نمودش روی واسکار. نشونم گوش کن میلیس چی میگوید. من یگان چیز گفته ایستادم اما سر تو نمیفهمد. یگان چیز رو نمیفهمد. سمیر هم مادرت راست میگوید؟ البته که راست میگوید. البته او مرا فریب میکند. البته راست میگوید. یعنی در پدرت تغییرات های بچه‌ش نمایان است که این رو هیچ کس رد کرده نمیتواند. پدری من این خیل کارها رو نمیکنند. میلیس گوش کن. خوب فکر کرده طرفت رو انتخاب کن دخترم. طرفت رو انتخاب کن. مرا انتخاب میکنی یا پدرت رو؟ به خدا اگر جدا شویم تو رو با پدرت میدهم. اپا جان اونال با من خیانت کرد. چی؟ اپا جان یزنه اونال این خیل کارو نمی کند. من دینه با تو گفته نتوانستم. در اکادمی پلیس یک دختر بوده است. دوست داشتنش. دینه هر دویشون رو دست به دست دیدم. اپا شاید در نظرت نموده است یزنه اونال این کارو نمی کند. ای زهرا دیدم میگویم. با چشمانی خودم دیدم هر دویشون دست به دست بودم. شاید ندرست دیده. آخر یزنه اونال این کارو نمی کند. چرا نکند؟ او هم مرد نیست؟ همه مردان میکنن. اینو همهشون یکم. تو هم به این دوملوزیو باور نکن. به فکر من او هم تو فریب میده. وای من نکن. در بالای دوملوزیو گپ زده ایستاده‌ایم. خیر دوملو بوده است. چه فرق دارد سلین جان؟ مرد نیست همهاش یک است. او هم میکند. هم این کاری کردهش مگر یگان شهر دارد؟ چرا ناگهان از اینجا کوچیده رفت؟ چرا عجبا؟ چون که به فکر من او هم تو را فریب میکند. چون که شاید با یگان زنی بوی و زیباتر شناس شد یا اینکه از تو بیزار شد. اپا جان چی اپا جان؟ اپا جان زورا نمیفهمی؟ من تو رو آگاه کردنی هستم. این قدر ساده نشد. اونال با من همین خیلی رفتار کرد. اونال خیانت کرد. اپا یک دقیقه ایست. زورو جو بگذار کمی تنها ایستد.
домулозиёи мешинохтагии ман асло ин хел кор намекунад. яъне дар ҳақиқат ӯ домуло аст. майлаш ба фикри ман ҳам ҳамин аст. ту дуруст ман ғазабашро овардам, вале дар зимистон баромда рафтанаш чӣ маъне дорад? сафсата нагӯй зуҳро. аниқ дар ҳаёташ ягон зан ҳаст. селин эне сева сева سرویناز لبایون چی گفتنی بودم؟ از تو ممکن است یک چی خواهش کنم؟ البته. عجبا با حاله گم میزنی؟ حالا او ما رو دید کو خطا فهمیده است. اگر من زنگ زنم مرا گوش نمیکنه. شاید گپی تو رو گوش کنم. البته بسیار غمگین نشو. من زنگ زده به او میگویم که در بین ما یگان چیز نیست. تشکر زیاد. خواهش میکنم. باز یگان فرمان دیگر داری کمیسر او نه؟ نه تنها هم قدرش رو کن بس است. مایلش تا بازدی. تا بازدی. اوف علی اوف. زهرا بابا جان حالت خوب است؟ خوبم. با کجا؟ با کار بابا جان. زهرا با دامولازیا بگو بیگاه یک مرا خبر گیرد. با او گپ دارم. مهم است. مایلش بابا جان. چای آوردم. تشکر زیاد خانم سبا. رحمت. تشکر. اشتیایتم. دینا شب در خانه نوتون براحت خواب کردید دومولا؟ بله خوب کردیم. گفتم آنم برای همه خدمت‌هایتان فراموش کردم تشکر بیام. شما نمی‌بودید ما در خانه جابجا نمی‌شدیم. هیچ گپ نه دومولا. مگر این خیلی نشد. سلامت باشید. اوف کال‌های ما می‌آیند. در سرش تاولک زنم؟ با اشتهای تام دوملا. ما را همراهی کنید؟ نه رحمت ما صبحونه کردیم دوملا. دوملا دوستم جمیل برای یک گپی مهم رو گفتم به پیش ما آمده است. بخیر است؟ بخیر است بخیر. جمیل جان تو با دوملا فهمون؟ دوملا چقدر تشکر گفتنم رو نمیدانم. همه گفته های شما را کردم. باور کنید همسرم به من رشک کردن را آغاز کرد. تشکر زیاد. خواهش میکنم هیچ گپ نیست. دوملا بسیار کاری ثواب کرده. از برای خدا نشسته یک چای نوشید آخه. مرحمت. مایلش میشینید. خانم سیوال شوکت دو چای بگو. سیوال جان دو چای دیگه برای برادر ما بیار. یک لحظه. یک تاش کپوت باشد. اکا جمیل لبای بخشش اکا کمتر وقتونو میگیرم بخشش. مرحمت چی بود؟ یگان چیزی مهم نیست. من با دامولوزیا آید مسئله های مولوی مشاوری میکنم در این زمان. یعنی پرودوسر دامولوزیا هستم ده اکا. وای خدا شر میکنند اکا. راستی گپ چی گفتنت رو نفهمیدم. یگان پرابلم هست؟ یگان پرابلم نیست اکا جان. چیز سفیدی میگن، حق خدمت میگن. یعنی که کی سر بکوره اکا جان. انا میخوام. یلتای دیگه تشکر زیاد. اوشان بتی آخیر بدیلی که شده که البته جناب با دکتری عشقمون همه چیز حلال بود. یعنی گفتنیم که خیلی یک مشتری ما نیست اکا جان. کارتون برار گیره انا کارت فراموش نکرد که جان. بو بیا تا بازدید اکا جمیل جان. باشه اکا باشه برگه. اوه اکای کنان جان بخیر باشد. شما رو کدام شمالو به این محله آورد؟ دامولا با دکتری عشق کار آغاز کرده است. من هم گفتم یک دکتر را زیارت کنم. اکای کنان جان که از کاری ما باخبر باشد تمام شهر آوازه شده. این دامولا چه قابلیت ها داشته است؟ البته اکا جان البته. های نما که با تو باور نکرده بودم اما راست بوده است. تو نما که خنوگ نظرانه نگاه نکن. گپت راست بوده است. اکا جان مردکای محله در نزد دامولا برای این کار در نوبت میستند و همش بو نرخ نمای خچه داره. برای یکم باشه ارزون تر.
شوکت لبای پول مهم نیست من تو را از سر تا پا غرق پول میکنم تو غمگین نشو دامولا در کجاست؟ در مسجد است؟ نه او در آفیسش است در مغازه شیرینی نباشد میروی محمد کجا میگذاری؟ رفت السلام علیکم دامولا و علیکم السلام و علیکم السلام جناب کانون خوش آمدید خوش باشد چه خیلیت از شما رو خیلی یاد کردیم دامولا با خدا ما خوب هستیم شما در کجایید چند وقت شد ندیدیم بله راست میگوید دامولا با من یگان گفتنی نداره دامولا چرا؟ شما آخر بسیار کاری ثواب میکرده اید یعنی آدمان را صحت میکرده اید مناسبت آنها را کشاده میکرده اید مانند دکتری عشق شکر اینه آخر آقای کنعانی با حمایت انسان ها آخر من تنها توصیه میدیم نباشد من گویا دکتری عشق شدم و به درد انسان ها درمان شدم همه شکایت میباشند این خیل نگوید دامولا خاکساری لازم نیست از شما خواهش میکنم برازیگی خدا با من یک دو توصیه میدادید انشالله با من هم کمک میکنید دامولا عجبا موضوع چیست؟ چی گویم دامولا گرفتار یک عشق شدم دامولا درونم میسوزد لیکن آن مخلوق کلتکیل از بود که برای به این حال گرفتار کردنش دختر به من نگاه نمیکند لابای لوین کمیسر سرویناز چی من بگو آخر خیر نباشد میگویم کمیسرم من فکر میکنم که شما زن هستید اما خیلی نیست؟ بله زن هستم باور کنید زنک خشروی تشکر زیاد نه همه زنها خشروی نو لیکن خشرگی شما رنگی افسانوی هست خیلی افسانوی عزیزم یکون چیز گفتنی هستی بگو من یک عروس دارم مثل شما خشرو است باور کنید عروسم خشروی بده لیوین زود بپرس یکون کس از اینجا گذشته بیند فکر میکند که تو با من تکلیف ملاقات داری بپرس نه مگر این خیلی شود استغفرالله من تنها درباره یک چیز همچون زن از شما توصیه گرفتن میخوام چی توصیه بوده است؟ خفه نشوید شما زنی خشروی اما نکی من یک عروس دارم از شما دا خشروتره به حد خشروی خیر یعنی من میخواهم از شما یک چند توصیه بگیرم چی خیل کنیم که اما عروسم به ما عاشق شد با خدا آقای کنعان همین رو بگم در اینجا جنتلمنی مردانگی بسیار مهم است جنتلمن میشوید زنها مردان جنتلمن رو بسیار دوست میدارند دامولا در این باره یکان مشکلی نیست نسبت زنان من بسیار صاحب احترام هستم اما جنتلمنی به این زن هیچ تاثیر نمی کند این از زنهای میدانسته ما نیست مرا محو کرد مرا میدواند گوش کن لیوین با زنها مردان جنتلمن پسند است بله کمیسرم اما یعنی چه خیل گویم جنتلمن فایده ندارد با مردان جنتلمن اونقدر اهمیت نمیدهد یعنی ماچو فهمیدی؟ ماچو هم دوست نمیدارد این را من خودم نمیدونم فکر کردم سرم امیخته شد نیفتم آقای کنعان زنها و مردان قهرمان بسیار توجه میکنند قهرمان گفتید؟ عیناً از همین سبب یکان قهرمانی میکنید درست با خدا که درست دامولا با خدا که من این را 100% میدانستم حتی یک مراتبه با یک رفیقم این را توصیه کرده بودم انا آقای کنعان دانستن کفایه نیست یعنی چیزی که در نظریه میدونیم باید تطبیق کنیم والله که راست میگوید دامولا
ба занон мардони қаҳрамон писанд аст ливен. қаҳрамон? албатта, ту як рафта қаҳрамонӣ бикун канӣ, баъд мебинӣ ки аз пасат меояд. рост мегӯӣ? аниқ мешавад. кош ки барои ман ҳам ягон усули фоидаовар бошад. ба шумо ягон кас қаҳрамонӣ кард, яъне фоида дорад? албатта дорад. қаҳрамони шумо кияй? азизи ман. сардорам, ман рафта ҳуҷҷатҳоро аз назар гузаронам. шумо шунед? майлаш левен. саломонам. салом сарвиноз. салом. сарвиноз, бо ҳали гап задӣ, чӣ гуфт? бубахш, аз хотирам баромадааст. имрӯз кор бисёр буд, фаромӯш кардам. ҳозир ба ӯ занг мезанам. агар зангзанӣ бисёр хуб мешавад, охир шубҳааш зиёд мешавад. ман ҳаминро мехоҳам. ман занг задам, лекин намебардорад. занг мезанам. ҳоло камтарак кор дорам. агар хоҳӣ омада дар назди ту занг мезанам, мешавад? майлаш, ташаккури зиёд. майлаш, то бозди. то бозди. تشکری زیاد. خداوند چی مراد و مقصدی داشته باشید رساند. دستتان را یک بوسه کنم داملا. سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. مهمانو را گسل کنید. اوف. هر کسی که شنید به نزدم می آید. با من عاشق میشوی سیلین. برای من کوه ها رو چپا میکنی. من فراد کوکن میشم، تو باشی شیرین. کوه رو فراد چپا میکرد یا شیرین؟ نفهمیدم. شما ما را خوب گوش کنید. چنان رفتار کنید که گویا خانم سیلین را دزدیده ایستاده اید. احتیاط کنید که یگان ضررش نرسانید که بعد احوالتان بد میشود. شما را پاره کردن نابودتان میسازم. اکا برای باز هم حقیقی شدنش این خیلی حرکت های سخت‌تر کنید چه است نه؟ حالا یک حرکتی سخت میکنم، انا بعد میبینی احوالات را. حیوان، احتیاط کنید دخترها، ضرر نرسانید. مرا فهمیدید؟ سردار، اجازت ده او رو یک تا زنم. ای کلغاز، تو خوابی نمیفهمی که سردار چی میگوید ها؟ ای بچه ای بیعقل، تو حالا از موضوع بیخبر است یا برزگاو؟ اکا اجازت دید من یک شب حالا که آبدار زنم از خواب بیدار میشم. خاموش شوید. روید از اینجا، زود روید. تیاری بینید. لعنتی ها، زود روید. بلکن ای کل دمایی بیعقل، کار براشانی دیگر را موش زدن است. بعد هر دوتون یک دستی هم دختر میقپید و در این حالت شما دختر رو غم میدید و قهرمان اساسی فیلم لون با میدان میآید. وقتی که او میآید وله خواه از دهنم چیزی که برامد شما بفهمید. بعدم حالا در هر دی گوشتون میخطم با می سرم در کله بیرسید کله خطی میزنم. نه کله خطی نمیزنم که اچکیو میشکنم. با موش در روتون میزنم شما در زمین میخیلید. بعد سیلین جانم میگیرم اچاق خدا میرم پای زندگی. اول پول رو گپ زنده از روی آن فکر میکنید. شما در قصه پول نباشید. پول برای لبین پرابلم نیست. توغریه پول این چرکی دست مهم که مهنت حلال بکنید و شما 100 سوم آوانس میدید. مرا گوش کن. اگر با ما یگان چیزی درست تکلیف نکنی از جای بطمه پول رو میگیرم. تمام شما درم آدم خطا میفهمید. چی میشه کوزی برای شما را بودرینگ بخرم 1 کیلویی؟ من شما را 100 سوم دادنی هستم. 1-4 کیلوی بودرینگتون میخرم، پمیدور میخرم. قیمت کوزی در تلفن 3-4 سومی میپرتم. من خیلی نوآدم نیستم. ای برادر ای دست ما 1 سوم بگیر برکتش 1000 سوم ده زیاده. اگر نگویی ما با این کار راضی نیستیم. تمام برادر، حق خدمتتون گپ بزنه چنده؟ 2000. ای برادر در 2000 ما پول 3 ماه کوارتیر ما میسپرم. خیر نباشد یگان کسی دیگر رو جستجو کن. از 2000 کم نمیشود. تمام من روزی 100 لیکن برادر عزیز 1-2 ماه ما قطعیتون زندگی میکنم. خانه دا یاردم میدم، رو بچین میکنم. نمیشود. میلش ای اکل من در کجا زندگی میکنم؟ در خانه کمیسرونم. به این هم با او پول اجاره نمیدیم که تمام هر ماه
اولیگ من میگیرم 700 میلیون میتونم اگر راضی باشه بسیار خوب میشه. نه تمام 2000 سوم میتونم کارم بود کنید تمام. بعد دیگه که برادر برای خانم سلین 2000 سوم چیه اگر در کار شود جان ما فدا میکنم. اگر در وقت عملیات در پوچه سلینجان یک خور بغلطه نگو که خبرمو نکردی. فهمیدی اوینسر؟ فهمیدی خوشبرو؟ شما خوب بلنه که من کارمند ارگانم. اگر در وقت عملیات یگان خطاگی شوه بعد در ملیسه خونه گپ بزنی. به شما خانم سلیق پیرید کنه هر چی که داشتم برای شما فداش کردم. برادر تزی صبحش کن دیر شد آخی از پای کار شدن در کار. گوش میکنم. سلام خانم حاله من سرنیناز. تو چرا با من زنگ میزنی؟ با کدام روز زنگ میزنی؟ گوش کنید خانم حاله من برای یک نوفهمی رو از بین بردن زدم. آخر در بین من و اونال یعنی کمیسر اونال بغیر از مناسبت کار چیزی نیست. با تو گپ زدن نمیخوام. نشنیدی مرا؟ خانم حاله شما اون روزی که ما را در طرف خانه دیدید حادثه ها حقیقی نبودند. شما فقط یک قسمتش را دیدید. ما در اونجا یک کسی که به خودکشی دست زدنی بود مانع شدنی بودیم. برای نجات دادن یک شخص بود. گوش کردن نمیخوام گفتم. اما خانم حاله آخر شما با این رفتارهایتان با کمیسر اونال بسیار ناحقی میکنید. او در حقیقت شما را بسیار دوست میدارد. ما در یک مسئله مناسبت داریم. این هم باشد کالتا کلوس را دستگیر کرده. خیر با شما برای کار خواهانم. امیدوارم اون کالتا کلوس را تا آخر عمرتون دستگیر نمیکنید. احمق. من نفهمیدم یگان چیزی خطا گفتم. کالتا کلاس نمیگفتی خوب میشد. از پشت کالتا کلاس ما با حال بسیار جنگ کرده. باز هم برای زنگ زدن تشکر زیاد. آخر همه چیزی گفتم حقیقت بودن اونا. تو یگان گناه نداری. حاله در این هنگام ها کمی پریشان است. قاتلان شما را نابود می‌سازند. ای لعنتی ها چی کار میکنن شما؟ خانم سله شما خوب هستید. تمام هر دست باشید رفتید. تماما نترسید چون که جنتلمن لمن شما را نجات داد. پروا نکنید. آمدم خانم سله. ای چهارچشم تو در اینجا چی میکنی؟ ای برادر ما پلیس هستم. در اینجا بودن من معنا دارد. شما چیکار میکنید در اینجا؟ آقا پرابلم دارید. مثل یک سگ بویگر کجایی که نرم همان جایی؟ آن آدمانی که خانم سله رو زدن آدمان تو هستن. آن جنایتکارها رو زدم تو را قهر کردم. چه خیلی جنایتکار؟ تو چیا میگویی؟ من برای نجات دادن خانم سلن آمدم. این زن یک قهرمان داشته میتواند. این هم باشد. منم. و تو چی؟ خانم سلن یک قهرمان دارد. آن منم. تمام. این را از خاطر نبرو. شودکنون بحث کردنتون هیچ در کار نیست. تشکری زیاد در کار نیست. فهمون؟ خواهش میکنم خانم سلن هر زمان فرمان برداری شماید. خانم سلن اگر این شما را ناراحت کرده ایستاده باشد امر کنید من این رو در حال دستگیر میکنم.
چیکار دزدی کردنی؟ ما در اینجا وظیفه شهروندیمون رو اجرا کرده به یک زن کمک کرده ایستاده. سردار وقتی ملاقات اومد دیگه از اینجا میرویم. چخل سردار تو کی هستی؟ سردار من محافظتون هستم. تو نقشازی لعنتی. دیدید خانم سله این ساختکار برای خود را در نزد شما قهرمان نشان دادن آدم فرمایش دادن. پای برده آنها آدمان اینن. این یک بازی است. اینها فریبگرن. چی؟ تو کی را دروغگو میگویی چارچشمه؟ حاضر من تو رو. تو چی گفته ایستاده؟ دیوانه ای؟ خانم سلی با خدا که با او باور نکنید. تهمت کرده ایستاده است. این گوشلخه نسبت ما رشک کرده ایستاده است. تو درباره کدام مصیبت گپ میزنی ها؟ ابله؟ خانم سلی لطفا مرا ابله نگویید. خواهش میکنم. خانم سلین هیچ خاطر نشوید. من این ابله رو برای بند تشکیل کردهش در حال دستگیر میکنم. امر کنید فرمان بردارم. تو درباره کدام جرمی بند تشکیل کردن گپ زده ایستاده ای؟ تو عقلت را خوردی گوشلقه؟ عقلت را خوردی؟ چقدر دستگیر کردن؟ من در اینجا وظیفه شهروندیم را اجرا کرده ایستادم. با یک زنی محتاج کمک کرده ایستادم. بیامان بازی ساختت آشکار شد. چی گفتن تو را نمیدانی. خانم سلین یک قهرمان دارد. آن هم باشد منم. سردار 300 سوم دیگر رو باید پرداخت کنی. سردار؟ چی خیلی سردار؟ شما هم انتظار شود کمتر پس شما رو هم دستگیر میکنم. راو دندون رفیقم را شکسته ای. در شرطنامه منیخل نبود. عجب و چه شرطنامه؟ شرطنامه؟ چه خیلی شرطنامه؟ پرتز یک دندون تعمیرش از 300 سوم کم نمی شود. 2000 دادی 300 تای دیگر است. خیلی نمایش ای برادر خیلی نمایش. چی یگم کس به من فهمونده میتونه که در اینجا چی گپ است؟ من میفهمانم خانم سلی. این سگلدکی بیشعور کو برای قهرمان میشوم گفته دو آدم را کیرا گرفته اینجا تئاتر تشکیل کرده است. تو چه خیلی تئاتر مگر این خیلی ممکن است؟ از اینجا میگذشتم که شما را در حالت ناگوار در دویدم و نجات دادم. ای برادر زود پول را ده. رفیقم را باید به دکتری دندان برم. ای برادر صبر کن عصبی نشو. همه کار رو برباد دادی باز پول میپرسی. ای پوش دهنتا بوی ناز اومد. برادر چهرهت معقول نیست. نمیشناسمت بیا قبلت برم. شد اکنون بس است. از هر جهتون اکنون بیزار شدم مانده شدم. هستش من نابود شوید. آدمانتون رو باید که یک طرف هستن. آخر خانم سلی خاموش شوید. مرا راحت بذارید. بیزار کردیده؟ سوز برا سلین جان پیش نگاه بنزین داری؟ برا بعد زنگت میزنم. خب بعد زنگ میزنم. برا گوشه میزنم پول مولد نمیتونم. همه کارا برباد دادی. در پیش سلین شرمنده. پیش درایت خدا زند شما را. ای برادر من آخر تو رو نزدم. دم تبگی لعنتی ها از اوده یک کار هم نمیبراید. ها بلا زند شما را. تو ای حیوان های بشاق دف شوید از اینجا. خدا زند شما را. کنی دهانت را کشه. خور اپای سیوال تو را سیر میکنه. بسیار خوب میخورد. بسیار شیرینه که تو. دامولا اگر همین خیلی اکرام کند دندانهایم را میشکند. اون دندانهایت را شکنه چی میشود که به پیش برآمده؟ خدایا با این کودک نگاه کن. کنی دهانت را کشه. خور سوپر قهرمان خوراک میخورد. یا خدایا. زود آن را هم بخور. کنی گیر. اشتهای تو؟ خانم مرحمت. تشکر زیاد. من در آشخانه کمی کار دارم. شما رو تنها گذارم. اقلا یک چای نشید. نه نمی نوشم. با شما اشتهای تو میبینم تنها نیستید. خانم زهرا از کودک شرمه دارید. دخل نکنید. طوله که شده بوده ای گپ درباره سفر رفته شده است. بسیار با عقل بوده است ماشاءالله. همه خیلی است. بسیار با عقل. شما این گپ ها رو با کی گفتید؟ هیچ نفهمیدم. با تو رشک کرده شده است. نه عزیزم چه خیلی رشک ما رشک ندارم. من تنها برای اون این کودک در حقیقت بسیار با عقل است. یه آفرین پسر جانم. کنی تو یک با پیش اپاد رو ما باشیم کلان ها یک صحبت کنیم. در اینجا آدمی کلان یک تا است. اون هم منم. هر دیگتان مانند کودک رفتار میکنید. کودک بازی نکنید. برای سعی جان را من همشینم. کودک آفرین.
مانند شما؟ بسیار خنده آور. تو هم به این دومولوز یا باور نکن. به فکر من هم در حیاتتون یگان زن هستن؟ چی؟ سیوالا؟ شما چی ها میگوید؟ مرا برای او ترک کردید همیخه؟ خانم چی سفسطه میگوید؟ سمیرا باشد بهانه پیش میارید. گوش کنید خانم زهرا، شما با فکرم عصبانی هستید. با جز سیوال کسی دیگر رو نیفتید مگر؟ این در این زن شما چی دیده اید من نمیدونم. با من وعده دادید که با من ازدواج ساخته میکنید ولی به وعدهتون وفا نکردید. بس است، در حقیقت بس است. وعده داده بودی، من هم آخر قلب دارم کو. الا اعتراف کردید؟ چرا اعتراف کردم؟ سیوال را دوست میدارید همین طور نه مگر؟ کارت چی؟ کاری من چی؟ بله. چه کاری من چی؟ ساخته هم باشد شما فاتحه شده من هستید میفهمید؟ اکنون فاتحه شده تو نیستم. نمیفهمم. چرا این رو از آدمان پنهان میکنید؟ چرا از آدمان پنهان میکردم؟ البته برای شما هیچ چیز است. گوش کنید، ولی برای من این خیلی مهم است. فهمیدید؟ از روی اونه که آدمان ما رو فاتحه شده میدونند شما باید مانند فاتحه شده رفتار کنید. این خیلی با زن و صمیمانه رفتار کردنتان مگر به شما زیبنده است؟ خانم زهرا، این گفته‌هایتان رو کمک خودتان میکردید، باور کنید حالا ما رو بسیار خرسند میکردید. باز به اول برگشته ایستاده ایم همیشه؟ باز به اول برگشتیم. شما یک موضوع رو توپ داده به من میارید. من چیکار کنم؟ چون که به وعدهتان وفا نکرده ایستادید، مرا در نیمه راه پرتافته ایستادید. خانم زهرا، شما هم به من وعده داده بودید، اجرا نکردید. فراموش نکنید اینقدر یکرو هستید. من در حیاتم با این خیلی آدم یکرو روبرو نشده بودم. من با شما دیگر بحث نمی کنم. باید بگم که بگاه بابایم شما را انتظار است برای گفتن این آمدم. خدای توبه، این دختر رو هجرام کرده نتوانستم. اپا خوب هستی؟ خوبم کمی سرم تاب خورده ایستاده است. خوبم. چرا در حجره خودت خوب نرفتی؟ براحت خوب میرفتی؟ چی دونم، در اینجا دراز کشیدم. شاید تو میوی گفته کمی خوبم برده است. جانکی من چی کردی؟ گپ زدی؟ گپ زدم، با معشوقش گپ زدم. چی؟ متاسفانه همین خیلی. اپا جان، من این خیلی فکر میکنم که این زن کسی نباشد، در گذشته مانده است. پیش از تو را شناختن یزنه اونلم، از همین سبب تو هیچ غمگین نشد. یزنه اونل اصلا این کارو نمیکنه. خیر مادش، من با پایان فرایم بیگاه داملوزیو می آید. چرا می اومده است؟ چه خیلی چرا می اومده از فوتیه شده من است؟ گوش کنه، این هم تو را فریب دارد، میبینی؟ مالش نکن، مالش پیسی رو حرکه کن. سلیمان، ساده اید. همه‌شون یک خل هستند. خواهر عزیزم، اکنون باز هم به تو نزدیکترم. همه رو ترک میکنم، اصلا تو رو ترک نمیکنم. کیرز جان، سازی سفرها بخیر. خوبم، با قصر میروم. آقای اکرم دعوت کرده است، با او میخورم. و ینگه زورو را دیدنی میری؟ سوار شب برام. نه شوکت، نه، من از این کار بیزار شدم. اکنون همش رو میفهمونم. چی؟ دوملوزیو با تو انیق در حیاتش یگون کس نبودنش رو نگفت؟ نگفت، لیکن در حیاتم یک کس بود نگفت. ولی یک طوری گفت که به تو دخل ندارد گفتگی بری. خیر، چی کار میکنی؟ این کار رو با آخر میرسونی؟ اصلا سلین این رو با بابایم گفته نمیتونم، او بسیار میرنجد. دخترها درباره چی صحبت دارید؟ هیچ، همین خیل درباره چیزهای نالازم گپ زده ایستاده. زورا جان،
این داملازیادی رو در کجاست؟ وقت آخر نمیتابد؟ کاری تو چی سمی؟ یا خدای توبه، تو چرا زود عصبانی شده؟ تمام سمی جون بسیار گپ نزن. های سیلن، من هیچ چیز نگفتم آخر. تنها یک سوال عادی پرسیدم. نپرسمی، نپرس. ای تو چی اینقدر به من سوال میدهی؟ از پشت تو باز یک مشکلی دیگر رو پس سر کردن نمیخوام. فهمیدی؟ مایلش من نیتی بد ندارم. مایلش همش مانند خاصی تو شود، اما این حسیات های نسبتی تو داشتنم رو اصلا تغییر نمیدیم. این رو فراموش نکن. خدا نشان ندهد زهرا باید از دامولازیا جدا نشود. نه این باید نشود. اپای حاله چرا گریه میکنی؟ خوب هستی؟ هیچ چیز نیست ملیس، خوبم. اپای حاله خوب هستی؟ با تو چی شد؟ خوبم کمی سرم تاب خورد. بیا تو رو به جای خوبت برم کمی استراحت کن. نه عزیزم نمیخوام. ملیس جون تو داروهایم رو میوری؟ مایلش میارم. در کجا هستن؟ در حجره زهرا در جزدان. مایلش اینجا انتظار شد، زود میایم. در کجا باشد؟ این چیست؟ اینی زهرا. دامولادیا خوش آمدید. آقای اکرم انتظار شما است. اکنون من چیکار کنم؟ چیکار؟ میلیس فکر کن، فکر. شام بخیر. دامولازیا خوش آمدی. دامولازیا خوش باشه دوم. مرحمت. بله چون دامولازیا هم آمد بسیار گپ را کشال نمیدیم. زود مسئله را گپ زدن میخواهم. دامولازیا چقدره که در بینتان بحث خوردکک گوید هم در اصل قهری بودنتان را فهمیدم. چون همه آیله همون در اینجاست. این قهرگی را از بین بردنیم. آقای اکرم، من درباره این مسئله برای با شما گپ زدن آمدم. در اصل با زهرا ایستید. شما جدا شدن نمیتوانید. زهرا زهرا همینه دور است. چی؟